مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن. زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر و زبر کن. بلبل پربسته ز کنج قفس درآ، نغمه آزادی نوع بشر سرا. وز نفسی عرصه این خاک توده را پر شرر کن، ناله سر کن. ظلم ظالم جور صیاد آشیانم داده بر باد. ای خدا ای فلک ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن، پر ثمر کن. نوبهار است گل به بار است، ابر چشمم ژاله بار است. این قفس چون دلم تنگ و تار است، شعله فکن بر قفس ای آه آتشین. دست طبیعت گل عمر مرا مچین، جانب عاشق نگه ای تازه گل از این. بیشتر کن بیشتر کن بیشتر کن، مرغ بیدل شرح هجران. مختصر مختصر کن. درود بر یاران جان. بعد از لختی سکوت با قرائت دعای آرامش این جلسه را آغاز می‌کنیم. ای نیروی برتر، آرامشی به من عطا کن، تا آنچه را که نمی‌توانم تغییر دهم را پذیرا باشم. شجاعتی عطا فرما تا آنچه را که می‌توانم تغییر دهم، و خردی که تفاوت این دو را بدانم. یک روز زندگی کنم، لذت زندگی در لحظه را دریابم. توانایی پذیرفتن رنج‌ها را به عنوان راهی برای رسیدن به صلح داشته باشم. این جهان پرنقص و گناه را به مانند او پذیرا باشم، نه به مانند آنی که می‌خواهم. و به این امر که او همه چیز را برخاست و اراده خویش ناصح است اعتماد کنم. آمین. نام آگاهی و برای آگاهی. دوستان گرامی، من سام هستم، هموابسته خرسند و شما در جلسه کارگاهی تمرینات و سوالات قدم 7 هستید. به رسم این جلساتی که ما برقرار می‌کنیم در قسمتی که سوالات و تمرینات قدم ها رو با هم دیگه به میان میگذاریم و سخن میگوییم، از افراد متخصصی دعوت میکنیم تا در زمینه کارهایی که انجام میدن خارج از انجمن با ما صحبت بکنن. ما طی این جلسات تا به امروز از اساتید محترم دانشگاه، از اطباء، از افراد متخصص دعوت کردیم تا در کنار من و ما باشن تا بتونیم از اطلاعات اون افراد استفاده بکنیم و امروز هم نازنین یاری رو در بین خودمون داریم که من اون رو به شما معرفی میکنم.
خانم ها آقایان، ما در این لحظه مهمانی ویژه داریم که از ایشون خواهش میکنیم روی علامت سوال بزنن. ابتدای جلسه را در اختیار دوست گرامی خودمون قرار میدیم. این قسمت ارتباطی به انجمنهای 12 قدمی ندارد، اما به دلیل اینکه انجمنهای 12 قدمی انجمنهای خودیاری هستند و یکی از افرادی که در جامعه بشری با تکیه به علم بشری میتونه به ما کمک بکنه معلمین زندگی یا لایف کوچ ها هستند. مهربانو سادات در کنار من و ما لحظاتی رو اطلاعات خودشون رو با ما به اشتراک میذارن. به عنوان معلم زندگی و لایف کوچ، موضوع انتخابی سخنرانی مهمان ویژه ما در زمینه self awareness یا خودآگاهی هستش. خانم ها آقایان، بدون فوت وقت جلسه رو به مهمان ویژه برنامه می‌سپارم. مهربانو سادات، بفرمایید. به نام حضرت دوست که هر چه که از او رسد نیکوست به شرط آگاهی. سلام و درود خدمت دوستای عزیزم. سادات هستم. خوشحالم امشب که در جمع شما دوستای عزیزم هستم و از آقای سام سپاسگزارم بابت دعوت ایشون از من و دوستای خوبم. دوست دارم از دستاوردهایی که از خودآگاهی به دست آوردم براتون بگم. من چند سال پیش واقعا جرقه‌ای در وجودم آشکار شد، یعنی انگار مثل یه بمبی در وجود من یه چیزی ترکید، یه تحولاتی در وجودم ایجاد شد و دریچه ذهنم باز شد. بچه‌ها، اینکه زمانی که دریچه ذهنم باز شد دنیای اطرافم رو دیدم چقدر زیبایی دارم، چقدر قشنگ این طبیعت که من سالها نمیدیدم. یعنی اطرافم نه اینکه نمیدیدم، میدیدم ولی با چشم باز نمیدیدم، زیبایی هاشو نمیدیدم، یه دید دیگه داشتم و گفتم باید یه کاری برای خودم انجام بدم. وقتی دنیا رو دیدم، جهان هستی دیدم، آمدم از خودم سوالاتی پرسیدم که ساده تو کی؟ اینجا چه کار میکنی؟ اصلا جایگاه تو کجاست؟ قراره تو این جهان هستی تو چه کار کنی؟ اینا رو از خودم پرسیدم. سوالاتی بود که واقعا تو ذهنم همیشه میچرخید و وقتی اینا رو از خودم پرسیدم دیدم خب اول فیزیک خودم رو دیدم که برانداز کردم به خودم، دیدم اصلا خودی دوست نداره. اینکه اول سادات باید با خودش آشتی کنه، بره جلو آینه خودش رو ببینه و اینکه وقتی خودم رو دیدم که چقدر فیزیکم خوبه، فیزیکم خیلی خوب شده، دارم انگار یه کارایی رو خودم انجام میدم. آمدم شروع کردم رو فیزیکم کار کردن، چون قبل از اینکه به این جا برسم دوستای خوبم الان فیزیک خیلی عالی دارم، وزن متعادلی دارم و اینکه واقعا اون موقعی که رفتم جلو آینه خودم رو دیدم همیشه میگفتم خوبم، الانم گفتم خوبم، اون موقع هم خوب میگفتم خوبم، ولی خب خوب نبودم صادقانه. گفتم خب باید یه کاری برای خودم انجام بدم، اینکه باید بیام خودم رو دوست داشته باشم، از خودم شروع کنم، از ویژگی های خوب و بدی که در وجودم هست من خودم رو دوست دارم، هر چی که هست بیام دونه به دونه رو خودم کار کنم. از پوستم شروع کردم، از رنگ پوستم، چون خوشم نمی آمد هیچ وقت رنگ پوستم رو میدیدم. گفتم چقدر پوستم قشنگه، تیره است، سبز است، تیره است، خیلی خوبه، خیلی قشنگه. از موام، از چشم واسادم نکات مثبتم رو بردن بالا، چون همیشه من عکس کار میکردم، همیشه خودم تخریب میکردم و هیچی هم عایدم نشد. زمانی که شروع کردم از نقطه های قوتم گفتم برای خودم، دیدم اصلا حالم داره خوب میشه، چقدر احساس خوبی دارم از خودم تعریف میکنم. خب داشتم واقعا، من نمیدیدم خودمو،
گفتم سادات از خودت مراقبت میکنی؟ سوالی بود که کردم. دیدم نه واقعا از خودم مراقبت نمیکنم. گفتم اشکال نداره، شروع کن. و یه حسنی که خیلی تو من فعال، بچه ها پشت کار زیادی دارم تو هر چیزی، خیلی این پشت کار خوبه. اومدم تغذیه‌مو درست کردم دیگه. گفتم میری خرید، سبدتو میگیری دستت میری خرید، چه چیزایی برای خودت خرید میکنی که برای بدنت مفیده؟ این دفعه سبد خریدم، نوع خریدم عوض شد، تغذیه‌ام عوض شد، چیزایی که به بدنم سود میرسون اونا رو رفتم تهیه کردم بیارم تو خونه استفاده کنم، چه خودم بخورم چه حالا واسه اعضای خانواده‌ام می آوردم، ولی معنیشون نکردم که چی بخورن چی نخورن. برای خودم بود. اینا کارهایی بود که داشتم واسه خودم انجام میدادم. خب خیلی خوب شد، تغذیه‌ام خوب شد و اینکه یه نظمی هم به تغذیه‌ام هم دادم، اینکه هر ساعت دیگه چیزی نیومدم بذارم تو دهنم. مراقب اینم بودم. یه نوع مراقبت اینجوری هم داشتم. و یه مراقبت دیگه که از خودم انجام دادم ساعت خوابم بود. تنظیم کردم که چه ساعت بخوابم چه ساعت بیدار شم. خیلی مهمه این استراحتی که من به خودم میدم، چون من خیلی وقتا میشد که خواب من تنظیم نداشت. تنظیم کردم که ساعت 10 آقا سادات باید بخوابه، صبح زود باید بیدار شه. چیکار باید برای خودش بکنه که خودش رو دوست داشته باشه؟ اینکه من دعا و مراقبه کنم، نه اینکه فقط نیم ساعت بشینم مدیتیشن کنم. نه، خونه من باید بو عطر بده، خونه من باید بوی شادی بده، بوی عشق بده. اگه یه چیزی درست کردم، مواد غذایی، یه صبحانه ساده درست کردم، پر عشق باشه توش، پر محبت باشه توش، حالا هر چیزی که میخواد اون باشه. حتی شده یه تیکه نون بذارم تو سفرم بخورم ولی با لذت. وقتی که عود روشن میکنم تو خونم، مراقبه میکنم، فقط این نیست که بشینم نیم ساعت 1 رو 20 دقیقه این کار. تازه اون موقع به بعد شروع میشه کارای من. دوست دارم کلامم زیبا گفتم باشه. وقتی خودم رو دوست دارم مواظب کلامم باشم، چیزی از دهانم میاد بیرون. اینا رو مراقبت هایی بود که دونه دونه ریز به ریز شروع کردم به کار کردن. زندگیمون داشتم، اینا آمده بود روش. و وقتی که میدم روزا میگذره و یه کار مثبت درباره خودم انجام میدم، خیلی حالم خوب میشد. میگفتم آفرین، میذارم روش شونای خودم، دمت گرم، آفرین. خودم رو حمایت میکردم دیگه. منتظر نبودم کسی بیاد بگه به به چه سادات این کارو کرده، چون قبلا این کارا رو من دیگه کرده بودم. میخواستم یه تغییر کلی اساسی، مثل یه بمب منفجر بشه. و وقتی که پا گذاشتم، خب فیزیکم آمدم درست کردم، تنظیم خوابم، رفتارام شروع شد تازه که چه کارهایی برای خودم انجام بدم. ورزشم آوردم تو برنامه، گفتم ورزشم باید انجام بدم، چون برام نیاز بدن منه که چه ورزشی انجام بدم که برای من خوب باشه. که شروع کردم یه نوع ورزش رو انتخاب کردن، دارم استفاده میکنم. الانم به هر شرایطی که شده، حتی اگه نتونم برم باشگاه، بچه‌ها، پیاده روی ورزش ساده‌ایه که من بدون که هزینه کنم، باید یه زحمتی بکشم فقط از خونه برم بیرون. حتی ورزشم بیرون نتونم برم این روزا، گرم باشه، آلودگی هوا باشه ها، تو خونه برای خودم 20 دقیقه نیم ساعت میرقصم و خودم انرژیمو میبرم بالا. و اون ورزشی که خودم بلدم، پیلاتس رو چون بلدم، میام تو خونه انجامش میدم برای خودم. 20 دقیقه نیم ساعت تموم ورزش رو انجام میدم و اینجوری انرژی های خودم رو هی میبرم بالا. و حتی اگه تو خونه از نظر رفتاری، و یکی خیلی برام مهمه که دوست داشتم بهتون بگم بچه‌ها، این که خیلی خیلی
شهامتی در من به وجود اومد بچه‌ها. پا گذاشتم روی ترسا، کارایی کردم، گوشت تنم ریخت ولی رفتم جلو. گفتم میرم جلو. میلرزیدم ها. نمیدونم شما این شکلی شدید یا نه، ولی واقعا گوشت تن من ریخت، رفتم جلو، گفتم میرم کارمو انجام میدم و انجامم شد و خیلی حالم خوب شد. گفتم چقدر من میترسم، چه ترسای الکی داشتم من، و اینجوری روز به روز قوی تر شدم. خیلی چیزا الان تو جامعه‌ای که ما داریم تو ایران زندگی میکنیم، کسایی هستید دیگه بالاخره تو ایران و واقعا سخته از نظر اقتصادی یا هر چیزی، ولی من سادات وقتی که نقطه‌های قوت خودم رو روز به روز بردم بالا، پا گذاشتم رو ترسام و توانایی خودم رو داشتم میدیدم، دیدم که خب داشتم مراقبه میکردم، کارهای دیگه داشتم رو خودم انجام میدم، دیدم همین جوری که دارم میرم چقدر قدرتمند شدم. همه میگن چه جوری تونستی؟ تو خیلی مستقل شدم بچه، خودکفا، بدون اینکه نیاز داشته باشم از خانوادم کمکی حتی دریافت کنم. زندگیمو شروع کردن ساختم، پله به پله اومدم بالا. این شهامت رو به من داده شد. اون خداوند که ازش درخواست میکردم صبح که وصل میشدم به خودش، الانم همینم 3 نوبت برای خودم، یعنی دیدم من آدم ارزشمندیم، نباید خودم رو ببرم زیر سوال، باید ارزشامو ببینم چقدر با ارزشم. دیدم خیلی با ارزشم، خیلی از اونی که فکرشو میکنن. پس باید برای خود کسی که ارزشمنده برم جلو، پله به پله برم جلو، پله‌های ترقیمو ببینم که چه کار دارم برای خودم. دیدم چقدر باهوشم، با استعدادم، یه کاری که میخوام انجام بدم سریع، و چقدرم با مسئولیتم، مسئولیت پذیرم. دیدم چقدر یه کاری که به عهده‌ام میذارن به نحو احسن من اون کارو انجام میدم. خب اینا حالم من خوب میکرد. وقتی میگم، نمیگم همه چی گل بلبلم بود، خیلی در روزا واسه من اتفاقایی میافتاد، ولی دیگه مثل سابق فکر نمیکردم. اوکی، واسه مسئله امروز یه موضوعی پیش آمد، اوکی، یه ایستی به خودم میدادم، یه دعایی میخوندم، گفتم خب حالا فکر کن که چه کار باید بکنی. اینجا بود که کسی یک ندایی، یه صدایی از درون من میاد بیرون، میگفت الان به این، به اون، به اینا زنگ بزن، از اینا کمک بگیر، مشورت کن. و وقتی شروع کردم مشورت کردم، پرسیدم، بعد اول فکر میکردم، بعد تصمیم میگرفتم، تازه کارم رو بخوام انجام بدم. یعنی دیگه همینجوری نمیرفتم یه کاری رو انجام بدم. چرا؟ چون واسم مهم بود که چه کار میخوام بکنم، چه رفتاری داشته باشه سادات که بتونه. اول خودم بودم دیگه، اینجوری روز به روز خودم هم داشتم میشناختم، شناختایی رو خودم پیدا میکردم. وقتی که من میرفتم بیرون، اگه هوا سرد بود، از سرما فقط یه چیزی حسش نمیکردم. الان با این که ما هنوز 2 روز دیگه مونده به ماه شهریور، به پاییزم مونده، ولی دارم حسش میکنم. قبلا این حسا رو نداشتم، نمیفهمیدم، ولی شروع شد یواش یواش. وقتی که خودتو میشناسی، وقتی خودتو دوست داری، اینا یواش یواش میاد جلو، هی رو میشه. هی روز که میگذره، یعنی هر روز برای من اینجوریه، یه روز جدیده. چرا بچه‌ها؟ یه روز که من به دنیا میام، 24 ساعت خداوند به من زمان داده، باشم تا تهش یا نباشم. حتی که داور مسابقات فوتبال دیدی یه سوت آخر پایانی رو میزن که مسابقه تموم بشه، که آیا عمر من تموم بشه یا نشه. اینجا باید حواسم به خودم باشه، از چیزهایی که دارم. وقتی که صبح دعا میکنم، شکرگزاری هم میکردم دیگه، میگفتم از داشتهات سادات شکرگزار باش. مهم نیست تو چه خونه‌ای که تو داری، چقدر متراژشه، چه وسایلی توش داری، مدرن نه، ساده است مهم نیست، متوسط مهم نیست.
مهم اون چیزیه که تو در دست داری الان، ازش لذت ببر. اگه الان تو خونه کوچیکی دارم زندگی میکنم، به نظر دیگران میگن کوچیک، به نظر خودم کاخیه، خیلی هم دوستش دارم. چرا؟ چون قدم به قدم، پله به پله این وسایل تهیه شده، براش زحمت کشیدم، دوستشون دارم، لذتش هم دارم میبرم. اگه غذای خودم رو ساده با اعضای خانواده‌ام برمیدارم میبرم پشت پارک خونمون، میگم اونجا یه باغیه، میگم خدایا دمت گرم چه باغی بهم دادی، بدون اینکه بخوام حتی برای زحمتی بکشم، هزینه‌ای پرداخت کنم. از مهمتر زحمتم که هیچی نمیکشم، یه کسی هم آبیاریش میکنه، یکی دیگه میاد تمیزش میکنه، کارشو میکنه، ولی من سادات میرم اونجا حالشو میبرم، با دوستام گپ میزنم، پیاده روی میکنم، وعده های غذایی من برمیدارم میبرم اونجا میخورم، حتی شده ساده، حتی شده یک نون و پنیر. از اون چیز مواد غذایی که میبرم لذتشو میبرم. چرا؟ چون از داشته هم میخوام لذت برم. مهم نیست که برام اون موقع اینجور بود باید برم توی رستوران یا یه کافه آنچنانی لاکچری استوری کنم، اینستاگرام ببینن. نه، سادات به این نقطه رسیده از چیزی که داره، از لباسی که داره. وقتی که به آراستگی خودم آمدم توجه کردم، اینا مال جسمم بود دیگه، دیدم من همینجوری لباس میپوشیدم میرفتم بیرون. وقتی دقتم رو بیشتر کردم، خب چه رنگی روشن، چه مکانی من الان میخوام برم؟ میخوام برم پیاده روی، میخوام برم عروسی، میخوام برم مهمانی، خیابون میخوام برم، کجا میخوام برم؟ مکانشو که میدونم، جایی که باید برم، میام نگاه میکنم کمد لباسم چی بپوشم که مناسب، با چه رنگی. رنگا خیلی مهمه بچه‌ها، ولی من همینجوری میپوشیدم. ولی گفتم مگه نمیگی خودتو دوست دارم؟ عمل کرده تو نشون بده. اون چند روز پیش بچه میخواستم جایی برم دوستان، گفتم خب اب نداره، یه تیشرت سفید پوشیدم، یه شلوار جینم پام کردم، گفتم خب جورابام خوبه، توسیه. دوباره گفتم نه، این مال تو خونت بوده، مال خونت با مال میرونت باید یه تفاوت داشته باشه. حالا وقتایی دیگه بود میگفتم بیخیال، میپوشم میرم. درش آوردم یه جوراب سفید پوشیدم، پای منو کسی ندید، ولی برای خودم ارزشمند بودم، خودم ارزش داشتم، ارزش‌های خودم رو داشتم می‌بردم. مگه پوشیدم که کسی ببینه؟ کسی ندید، چون کتونی پام بود، کسی جوراب ساده تا ندید غیر از خودش. اینجا دیدم چقدر خوبه که به خودم ارزش دادم. باید به خودم یه کار خوب که انجام میدم بچه‌ها، چون من کتاب زیاد میخونم، خیلی برام مهمه، یعنی چیزی که برای خودم هدیه میخرم، ماهی یک بار میرم که کتاب میخرم واسه خودم. گفتم الان باید یه کار مثبت انجام دادم. سری رفتم برای خودم کتاب فروشی، لوازم تحریری، کتاب که خریدم هیچ، برای خودم یه مداد خریدم، اون چیزی که اصلا به قیمتش توجه نکردم. گفتم یه مداد برای خودم. خب یکم میخواستم واسه اعضای خانواده‌ام بگیرم تهیه کنم، اون نگفته بود بخرم، خودم تو ذهن خودم اونجا که رفتم این کار رو انجام دادم. و یکی دیگه واسه یه شخص دیگه گفت، مد نظرم بود یکی از دوستان، اینم هر موقع که اون شخص دیدن این مداد برای اون خریدم، میبرم بهش میدم. پس خودم هم اومدم خود حمایتی کردم. اینا دستاوردهایی بود که شروع شد پله به پله رو خودم کار کردن. مراقب ورودیام بودم بچه‌ها، که همه چیز، چون وقتی که من مراقبت میکنم از چشمم، از زبانم، خب زبانم رو زیبا کردم، همینجوری حرف نمیزنم. یاد گرفتم وقتی به خودم احترام میذارم به طرف مقابلم احترام بذارم. گوشام همه چی نشنوه، چه چیزایی بشنوه که حالشو خوب میکنه. ورودیای من بازه، همه چیزا میگیره.
گفتم چیزایی تو باید بشنوی که به دردت میخوره، به نیرو و امید بده، عشق بده، حالتو خوب کن. اینا را با کسایی رفت و آمد کن که آدمای سمی نباشن، که تو رو بیارن عقب. با کسایی ارتباط برقرار کن که تو رو هر روز ببرن بالا و بالا، به اون اوج برسونن. مسیرم عوض شد و آدمایی اومدن سر مسیر من که خیلی متفاوتن با قبلیا. وقتی من مسیرم شد، جاده عوض شد، اصلا مسیرش کلا رفت به یه سمت دیگه و کسایی با من در ارتباطن و هر روز، یعنی من منتظر یه چیز جدیدم. دوست دارم امروزم، امشبم فرق کنم. دوست ندارم همیشه یه مدل باشم. دوست دارم یه تغییر، تحولاتی بیشتر در خودم ببینم. دارم این روزا میبینم، احساسای خودم رو دارم میبینم که خب سادات آمدی چیکار کردی؟ گوشیم موزیکایی که غمگین و چه میدونم به درد نخور بود و همش انرژی های منفی داشت، پاکشون کردم. تمام چیزایی تو گوشیم ریختم که همه انرژی مثبت. و وقتی میذارم تو ماشین یا تو گوشم میذارم گوش میدم زمان پیاده روی، اصلا حالم خوب میشه، انقدر حس خوب دارم. و کسایی که میشینن پلوم میگن دوست نداریم از کنارت بشیم. نمیشه. یه جایی یکی از دوستام اومده بود خونم، میگفت نمیشد منو بذاری تو مایکروفرد اینجا من بمونم پیش تو؟ گفتم عزیزی تو نور چشمی، شما تشریف داشته باشین بمونین. دوست نداشت بره. گفت کاش که میشد منو بذاری تو این مایکروفرد. و اونجا بود چقدر خوشحال شدم. دیدم نه، مثل اینکه سادات کارایی در رو خودش انجام میده. اینجا بود که خوشحال شدم. در روز شاید چیزایی پیش بیاد، موردی پیش بیاد، ولی اونجا یک لحظه، یعنی دیروز به روز براتون دارم میگم، اتفاق تغییر تحولاتم اینجوریه. موردی پیش آمد، سر صبحانه داشتیم میخوردیم، وقتی با فرزندم داشتم صحبت میکردم، یه چیزی پیش آمد، یه موردی، یه بحثی پیش آمد، اونجا به خودم ایستادم، گفتم سکوت کن، بعد حرف بزن. حالا اگه قبلا بود تون میخواستم بگم من خوبم، نمیدونم من فلانم، من مادرم، من فلانم بیسارم، اما گفتم نه، یه ایست به خودت میدی بعد میگی. دیدم اصلا این چیزا نیست. چرا من طرف مقابلم ویژگی های خوب اونو نمیبینم؟ فقط چسبیدم به اون نکته منفیش که اومد تو کار مادرش دخالت کرد. نه، ببینم اون فرزند من داره یا به من میفهمونه، اون راه خودش رو داره میره، مسیر خودش رو داره میره، چه پیامی برای من داره. اینا رو ببینم. وقتی دریچه ذهنمون باز میشه، وقتی که خودمون رو دوست داریم، ببینیم چه اتفاقای قشنگی داره برامون میفته. شما تو این جهان هستی که من درکش کردم این روزا، خوب و بد رو نداریم، اصلا وجود نداره. من نوعی میگم این خوبه این بده، اونم که از نظر شخصی من. یه نفر شاید از من خوشش بیاد، یه نفرم شاید از من بدش بیاد، نظرش اینه. احترام میذاریم به نظر این دو فرد، متفاوتن، پس نداریم خوب و بد. منم که خوبش میکنم، منم که بدش میکنم. چقدر دیدم عوض شد رو آدما، چون دیدم و رو خودم عوض کردم اول. چون از خودم وقتی متنفر باشم چجور میتونم با دیگرانم اون ارتباط داشته باشم؟ آدم ها ابرن، همه میان و میرن. من شدم چی؟ من شدم اون آسمون آبی. سادات شد یه آسمون آبی. آدمایی هم که میان و میرن ابرن، همشون میان. ابرم دوستشون دارم دیگه، همشون منو دوست دارم، منم اونا رو دوست دارم. همشون دارن نکته به نکته به من پیام میدن، دستشون درد نکنه، خیلی ازشون ممنونم. با رفتاراشون، با کاراشون منو میخوام به اوج برسونن. که کجای این جهان هستی هستم که سالها دنبالش میگشتم، پیداش کردم، که دیدم وای چقدر اون آدمو منو قوی کردن با کاراشون، با رفتاراشون. آمدن سادات روز به روز
قوی‌تر و قوی‌تر کردن، شجاع و شجاع‌ترش کردن، ثروتمندش کردن. چرا ثروتمندش کردن؟ چون ارزش‌های وجودی تا خودش رو دید چقدر با ارزشه. پس اینا شد امتیازهای من که روز به روز رفت بالا و بالاتر. وقتی خودم رو تو آینه میبینم دیگه نگاه نمی کنم، آراستگیمو دارم، وجود خودم رو تو آینه میبینم، میگم دمت گرم، چقدر حواست به خودت هست، خودت دیگه تو چالش نمیبری. چون مراقب خودم هم دیگه، دوست ندارم به خودم آسیب بزنم. یه موقعی داشتم از نظر تغذیه به خودم آسیب میزدم، با رفتارام به خودم آسیب میزدم، خودم رو تخریب میشدم، ولی امروز این کار نمیکنم چون خودم رو دوست دارم. مراقب زبونم هستم، گوشم هستم، کار باید بکنم. یعنی اینقدر قشنگ وقتی که ازش درخواست میکنی، اینقدر قشنگ برات کار انجام میده که خودت میمونی. واقعا میگی من بودم، کی بود نمیدونم. یه وقت واقعا دوستای عزیزم نمیدونم، میگم من نمیدونم کی بود چی بود، خودم هم واقعا میمونم و اون کسی نیست. وقتی که من میگم دختر جهان هستی هستم، خودش برام انجام میده، نیازی نیست. و انسان‌هایی رو میفرسته واسه من که برام خودشون کار انجام میدن که خودم واقعا میمونم، میگم اینا کیان؟ خدایا من کجاام؟ ببین چرا من بیام اینقدر از نقطه ضعفای خودم رو بگم و خودم رو تخریب کنم و از بین ببرم؟ اگه خودم رو تو یه 2 تا کف ترازو که نگاه کنم، اینور مثبت‌های خودم و اینور منفی‌ها، سال‌ها تو منفیه بودم بچه‌ها، هی خودم می‌آوردم پایین و پایین و پایین‌تر. امروز که دریچه ذهنم باز شد، گفتم روز به روز، یعنی صلح کردن، به آرامش رسیدن و این آزادی رو دارم احساسش میکنم. همه تو خفگانن، میگن داریم میمیریم فلانی، نمیدونم، خیلی با زبون عامیانه بگم، میگن 8 و 9 گرون مونه، شما در چی کار میکنی؟ میگم نمیدونم. شکرگزارم، سپاسگزارم بابت تک تک اعضای بدنم، خانوادم، چیزهایی که دارم، هر چیزی که دارم میگم خدا شکر، خدا دمت گرم، حواست به من هست. همینجوری در این برکت و نیرو عشق به من میدی که اون عشق و نثار دیگران کنم. دمت گرم خدا. صبح که پلکمو باز میکنم میگم بیدار شدم، پس دوباره خداوند یه فرصت دیگه بهم داد. میتونست بخوابم و بلند نشم، ولی این فرصت رو به من داد که از داشته هام از یک زمان دیگه 24 ساعت لذت تموما ببرم. دیگه با خودمه. چرا حق انتخاب بهم داد که تو میتونی انتخاب کنی. تو یه فرد کاملی و میتونی از چیزها، از داده هایی که داری استفاده کنی به نحو احسن، که نه به خودت خسارت بخوره نه به دیگران بخوای خسارت بزنی. پس این دنیایی که به این قشنگیه، بیام از زیبایی هاش لذت ببریم، از آدمایی که کنارمون هست لذت ببریم. اونا آدمای بدی نیستن، خود منم آدم بدی نبودم، کارم بد بود، بلد نبودم، یاد نگرفته بودم، ولی یاد میگیرم. هیچ مهم نیست که تو آقا چند سالته، کجایی هستی، اصلا مهم نیست. چه رنگ پوستی داری، چاقی، لاغری، اصلا هر چیزی که هستی در وجودت هست. تو قلبی پاک داری، وجود پاک داری. این جسم خاکی من از بین میره بالاخره یه روزی، ولی چیزی که برای من باقی میمونه دوستای خوبم اون روح منه. چون سالها فقط جسم من بچه‌ها بزرگ شده بود. من عذرخواهم هم بهتون میگم، چون عزیزای دل من هستید همتون، با اینکه شما رو من ندیدم و میشنوم صدای نازنین شما رو. اینکه من اومدم یاد گرفتم روز به روز روحمو بزرگ کنم،
چون روح من از جسمم جدا شده بود، از مدار خودش اومده بود بیرون و با این کارهایی که رو خودم با تلاش، با صبوری خیلی قبل زجه می زدم و الان از زمان حالم دارم استفاده می کنم، چون خیلی مهمه این زمان حال بودن. لذت ببری از اون لحظه‌ای که چه داری غذا درست میکنی، چه داری مراقبه میکنی، چه داری کار میکنی سر کارت، لذت ببری هر چیزی. حتی یه موقع یه کاری من میرم انجام میدم سر کارم خوشایندم نیست، میگم که برخلاف میلمه دارم این کارم، ولی اون کار رو با لذت انجام میدم. یعنی یه انرژی به اون طرف مقابلم میدم که حال کنه. که خودش میگفت به یکی براش این کار انجام دادم، گفتم دفعه دیگه که اومدی این کار انجام بده، گفت نیستم، میخوام برم کانادا. گفتم الهی که سلامت برید، بالاخره دفعه بعدی اگه من باشم حتما برات این کار انجام میدم. آمد در زیبایی خودش کاری انجام. میخوام بگم اون کارم با لذت انجام میدم. نمیگم دوست ندارم با خشم و کینه و نفرت بخوام واسه اون خانم یا هر کسی دیگه که باش در ارتباطم کار انجام بدم. یه انرژی انتقال میدم به اون طرف و خیلی بابتش هم خوشحالم که این کارو کردم. یعنی خیلی وقتا خیلی کارا رو دارم برخلاف میلم انجام میدم، ولی میگم انجامش میدم به نحو احسن، چون عشق رو باید بدم. اگه حتی یه غذایی که درست میکنم ساده، اگه پر عشق باشه تو اون غذا یا کار یا هر کارش میدیم به اعضای خانواده‌مون و خودمون تعجب می‌مونیم. میگن حتی شد میگم که ساده که من میگم وای چقدر خوشمزه این غذا، چرا توش پر عشقه. تمام این سر انگشتای ما که به غذا که میخوره، به اون مواد غذایی که میخوره درست میکنیم، میشه پر انرژی‌های مثبتی که تو وجودمون هست، تو بدن هممون هست. منتها آگاهی نداریم، عدم ناآگاهیمونه که چجوری از اینا باید استفاده کنیم. وقتی که من به خوبی ازشون استفاده میکنم، من یکی کار میکنم، کار ندارم به کار کسی. اگه برم بیرون ببینم آشغالی افتاده برش میدارم. خب گفتم کرونا شد نمیدونم فلان 20 اشکال نداره، یه دستکش میذارم اونو برش میدارم که جهان هستی میدونم ازم تشکر میکنه. واقعا اون چند وقت پیش داشتم این کارو میکردم، دیدم که گفتم خدا هیچی هم همراهم نیست. بعد نگاه کردم خب تو کیفم یه دستمال کرنش بود، گفتم خب اینا درش میارم با این میگیرمش که حالا مراقب خودم باشم مریض نشم. اونو برداشتم داشتم میبردم که بندازم تو سطل. به خدا یا یه روز دیگه این کارو کردم، یه آقای تو ماشین بود اون بر بلوارمون داشت میرفت، برگشت گفت که خانم دست طلا آشغاله رو برداشتی. که شخصی حالا نمیدونم چه شخصی گذاشته بود سر ماشین، آشغالش افتاده بود، یعنی وسط خیابون. اول با پام سری دادمش کنار، بعد برش داشتم بردمش. اصلا مهمم نبود اون آقا از من تشکر، من به خاطر تشکر اون آقا یا اون خانم کار نکرده بودم، به خاطر خودم، چون دوست دارم طبیعت مال که مال خودم. خیلی جاها میبینم خیلی چیزا کاری از دست من بر نمیاد، ولی خودم رو که میتونم تغییر بدم، میتونم خودم آشغال نریزم تو طبیعت. و بابت حتی چیزی که میبینم شکرگزاری میکنم، میگم خدا رو شکر، خدا رو شکر. اونا آدمای بدی که نیستن، کار بدی یا کار منم بد بوده، حالا دارم رو خودم کار میکنم هر روز که بهتر از دیروزم بشم. آیا وقتی که میام بیرون الان ببینم به پوستم اهمیت میدم؟ بچه‌ها به پوستامون اهمیت میدیم که ضد آفتاب بزنیم، کلاه سرمون باشه، دستکش بپوشیم، عینک بزنیم که نور آفتاب به پوستم آسیب نزنه؟ یا میگم ولش کن بیخیال. ولی نه، این روزا من به خودم اهمیت میدم که حتما استفاده کنم، چه پوششی داشته باشم برم که آسیب به پوستم نزنم. خیلی صحبت هست از خودآگاهی،
اینکه تو اون لحظه، من تو این لحظه الان که هستم، درسته که من کنار شما نیستم ولی احساس میکنم در کنار شما نشستم، همتون رو دارم میبینم، احساس میکنم و واقعا ازتون ممنونم که وقت گرانبهاتون رو برای من گذاشتید که صدای سادات رو بشنوید و دستاورداش رو بشنوید. خیلی خوشحالم بابتش امشب، خیلی خیلی خیلی، و واقعا سپاسگزارم ازتون، از آقای سام، از این دوست عزیزم که واقعا ارزشمندن، تک تکتون ارزشمندید و خیلی براتون ارزش قائلم واسه تک تکتون. خیلی خیلی ممنونم ازتون که با سکوت قشنگتون منو شنیدید. خیلی دوستتون دارم. بهترین های جهان هستی واسهتون میخوام از نیروی برترم. از من تمام. درود بیکران میفرستیم همگی یک پارچه به مهربانو سادات. دوستان گرامی، یاران جان، حاضرین و غایبین، مهربانو سادات لایف کوچ یا معلم زندگی هستند. سخنرانی که عرض شد تجربه تخصصی ایشون بود در زمینه خودآگاهی، در هم تنیده شده با تجربه شخصی. من تمایل دارم ضمن که دوستانم از شما تشکر میکنن در صفحه گفتگو و ما از شما سپاسگزار هستیم. دوستان، من با قلم و کاغذ توی کتاب در محضر شما می نشینم و اگه اجازه بدین فرازهای از صحبت‌های مهربانو رو که فوق‌العاده عالی بودن و لذت بردم رو برای شما بزرگنمایی بکنم. یاران جان، متخصصینی که در جلسات ما مثل مهربانو سادات تشریف میارن حاصل عمری مطالعه و تحصیل و مطالعه کردن کتاب مختلف رو در زمانی بسیار مختصر در اختیار ما قرار میدن. اولین چیزی که برای من بسیار جالب بود اینه که شماره ارتباطی با مهربانو سادات در صفحه گفتگو به اشتراک گذاشته شده. لازم به ذکر که ایشون شخصی متخصص هستن، انجمنی، با انجمن ما تا حدودی آشنا هستن اما انجمنی نیستن. کسایی که به ایشون مراجعه میکنن خدمات رایگان دریافت نخواهند کرد و ما هم سعی میکنیم دوستانی رو که تشریف میارن شمارهشون رو در اختیار بذاریم که بتونیم ازشون تشکر کنیم بابت وقتی که در اختیار ما میذارن. اولین چیزی که مطرح بود خود مراقبتی بود، جایی که مهربانو سادات اشاره میکرد به اینکه چگونه تغذیه بکنیم، چگونه ورزش بکنیم و داشتن به مسائل جسمانی اشاره میکردن. خانم سادات من رو یاد معلم زندگی خودم انداختن، لایف کوچ من که یکی از نویسندگان معروف هستش که کتاب اثر مرکب از ایشون در ایران منتشر شده. روزی به من گفت سام، بدن تو بیلبورد هستش، به این معنا که وقتی که شما یک بیلبورد تبلیغاتی رو در اتوبان میبینین و سرعت بالایی دارین رانندگی میکنین، در چند ثانیه یا جذبش میشین یا ازش دفع میشین. بنابراین آنجایی که مهربانو سادات اشاره کردن به اینکه چه چیزی را دقیقاً بعد مهربانو ناهید درست نوشتن، اونجایی که اشاره کردن که چگونه تغذیه بکنیم و چگونه ورزش بکنیم، جایی بود که من رو یاد معلم زندگی خودم انداختن. ازشون سپاسگزار هستم. دوستان نازنین، گاهی اوقات چیزهایی که بسیار کوچیک به نظر میرسن تاثیرات بسیار شگرفی دارن. مهربانو سادات اشاره کردن به رقصیدن و پیلاتسی که ایشون انجام میدن. از خودم و شما دعوت میکنم، چون تو کلاس قدممونم یکی از بی هایی که داشتیم بود بادی به معنای سلامت بدن، دعوت میکنم که وقتی رو ورزش بکنیم، وقتی رو برقصیم. ما توی گروه گفتمان قدم های کدا موسیقی های شاد میذاریم که همه غیر بدن، همه برقصن. میدونم هممون تحصیل کرده ایم، اهل مشاغلیم، پدر و مادر هستیم، شهروند هستیم، اما یک کسی غیر رقص خودش شادی بکنه کار غیر اخلاقی نیستش. فراز بعدی ایشون گفتن facing my fear، یعنی مواجهه پیدا کردن با ترسای خودم. برای من بسیار جالب بود. در فراز دیگر کلامی رو بسیار فاخرشون ارائه کردن که من رو یاد وین دایر انداختن. مشخصه که کلامی که جاری شد برگرفته از مطالعه کتاب‌های بسیاری هستش. وین دایر و مهربانو سادات هر دو یک چیز رو گفتن: تغییر زندگی با تغییر نگرش میسر می شود. ما حتی توی برنامه‌های 12 قدمی می‌دونیم که خیلی از قدم‌های ما فقط و فقط برای تغییر نگرش هستند. سپاسگزار هستیم از یادآوری که انجام شد. دوستان، در فراز دیگر مهربانو سادات دیدن داشته‌ها را در مقابل تمرکز کردن به نداشته‌ها به ما اشاره کردن و اینکه شکرگزاری رو باید همیشه داشته باشیم از داشته‌های خودمون.
توی امریکای ما ضرب المثل داریم، میگیم gratitude will make what you have enough، یعنی سپاسگزاری آنچه را که داری برای تو کافی میکند. قسمت دیگه از کلام این معلم زندگی فاخر و این کلام زیبایی که اشاره کردن مسئله رنگ لباس بود. ایشون حتی توی مثالی از جورابی که داخل کفش و هیچ کس نمیبینه مثالی زدن. دوستان این کلمات جملات بسیار بسیار قدرتمندی هستند. اینکه ممکنه که جورابی که پای بنده و شما و خانم سعادت کسی نبینه، ولی خودمون که میبینیم که یک جوراب تمیز داریم، یک جورابی داریم که سالمه. یعنی در یک مثالی به این سادگی معنایی به این بزرگی میتونه باشه. نکته بعدی این بود که اشاره به کتابخوانی و کتاب خریدن برای عزیزان بودش. ترانه مطالعه در کشور ایران به نقل از شبکه خبرگزاری دویچه وله آلمان سالیانه 18 دقیقه هستش که اونها مرجعشون مرکز پژوهش‌های مجلس ایران هستش. دوستان نازنین، من از خودم و دیگران دعوت میکنم در این کلاس که بتونن از کتاب‌ها بهره مند بشن. ما پادکست کتاب اکسپرس رو هم در گروهمون داریم که به صورت ماهانه به روز میشه. تا الان حدود 80 کتاب رو ما خلاصه ترجمه کردیم. یواشکی در گوشتون بگم که امروز هم یک کتاب از رابرت الکس جانسون رو من ترجمه خلاصه میکنم. به جای اینکه کتاب 400 صفحه‌ای رو بخونین توی کمتر از 20 دقیقه این کتاب رو من به شما تقدیم میکنم. نکته بعدی اشاره ایشون به ورودی‌های ذهن بودن. دوستان یعنی ایشون اشارتشون تا به آنجا رفت که گفتن که موسیقی هایی رو که منفی هستن، افرادی رو که سمی و منفی هستن از زندگی خودم دور میکنم. ما صمیمانه از مهربانو سادات سپاسگزار هستیم که به ورودی های ذهن اشاره کردن و یه تکنیکی رو ایشون اشاره کردن که من امروز خیلی لذت بردم. ایشون گفتن سر میز صبحانه با فرزند بزرگوارشون ممکن بود وارد مشاجره بشن، ولی کلامشون رو یادداشت کنین. دوستان ایشون گفتن من به خودم ایست دادم، مثل یک پلیس که به ما ایست میده توقف کن، ایشون هم ایست دادن و ما سپاسگزار هستیم صمیمانه از این تکنیک فوق‌العاده و تعبیری که ایشون داشتن. گفتن من آسمان آبی هستم و دیگرانی که در زندگی من میآیند و میروند چون ابر هستن، گذرا هستن خیلی از آدم ها. و در نهایت من فکر میکنم که اون چیزی که برای من خیلی جالب بود تکرار و تاکید مهربانو بر مسئله شکرگزاری و سپاسمندی بود. ما صمیمانه از بانوی محترم مهربانو سادات کمال تشکر و امتنان رو داریم. من مجددا شماره تماس و راه ارتباطی با مهربانو سادات رو در صفحه گفتگو قرار میدم. دوستانی که توی تلگرام دارن زنده ما رو نگاه میکنن من شماره ایشون رو میخونم. شماره تلفن ایشون هست 0938 120 93 72. دوباره تکرار میکنم 0938 120 93 72. ممنونیم از مهربانو سادات. ما بحث خودمون رو در این مجال منتقل میکنیم به کلاس قدم خودمون. برای دوستانی که نامه مختصر و کوتاه و مفید خودشون رو برای نیروی برتر نوشتن و تمایل دارن اون رو که این تمرین قدم 7 ما بوده، اون رو تمایل دارن از روی نوشته خودشون قرائت کنن در این لحظه، خواهش میکنیم همکنون روی علامت سوال بزنن. اگر کسی نامه‌اش رو نوشته است و تمایل دارد که از روی متن نوشته شده نامه خودش رو به نیروی برتر قرائت کنه روی علامت سوال بزنید. اگر هم که آمادگی ندارین ایرادی نداره، با یاران بهبودی خودتون، یار عملکردی خودتون و با حامی و راهنمای خودتون میتونین این کار رو انجام بدین. چون کسی رو علامت سوال نزد من مجددا میخوام برگردم روی چیزی که خانم سادات اشاره کردن، از ایشون وامی بگیرم. دوستان توی آخر کلامشون ایشون گفتن که با خدا وقتی که صحبت میکنن میگن خدایا دمت گرم. این کلمه و این جمله عامیانه که اشاره به صمیمیت آدمی داره با نیروی برتر رو میخوام استفاده بکنم و در رابطه با نامه مختصر و مفید برای نیروی برتر سخنی رو به میان بیارم. پرواضح است و یاران جان در جریان هستن که من خدا ناباور هستم و همه ما میدونیم که اکثریت باشندگان در انجمنهای 12 قدمی که بیش از اون در کل جمعیت جهان بیشتر افراد خدا باور هستن. اما میخوام بگم که فرقی نمیکنه که شما چه خدا باور چه ناباور باشید. نیروی برتر و این تمرینی که ما ناظر به ارتباط با نیروی برتر در اختیار شما قرار دادیم هدفش این بوده که من و شما متوجه بشیم که من و نیروی برتر از یکدیگر جدا نیستیم. من و شما و نیروی برتر با همیم و صمیمیتی رو داشته باشیم. رابطه از بالا به پایین به رابطه همسان
تغییر میکنه. کسانی که این تمرین رو انجام میدن ممکنه در ابتدا به یک نیروی بالایی اشاره بکنن که بالاتر از اونها، نیرویی که ما هرگز به اون دست پیدا نمی کنیم، نیرویی که به ما ارتباطی نداره، نیرویی که ما به اون نمیتونیم هرگز برسیم. ما حتی در مقام این نیستیم که در نزدیکی اون نیرو قرار بگیریم. این یک تفکر دیدن نیروی برتر از پایین به بالا هستش. اما توی انجمنهای 12 قدمی و در واقع در تمام نواندیشان حتی خدا باور، امروز ما به این نتیجه میرسیم که نیروی برتر بخشی از حضور ما هستش. در کلیه ادیان هم به این موضوع اشاره شده که من و نیروی برتر یکی هستیم. چون انجمنهای 12 قدمی نه منافی و نه منادی ادیان هستند، سخنی از ادیان به میان نمی آوریم، اما از خودم و شما دعوت می کنم برای نیروی برتر با هدف ایجاد صمیمیت، و این مهم که ما برای نیروی برتر کار نمی کنیم، نیروی برتر برای ما کار نمی کند، بلکه نیروی برتر با ما کار می کند، تمرینی رو انجام بدیم که این تمرینی انتزاعی است، تمرینی است که به ما کمک میکنه که ارتباط صمیمانه‌ای رو با نیروی برتر خودمون حفظ بکنیم. اما یاران جان، من میخوام در این مجال به نکته بسیار مهم اشاره بکنم که اسم کتاب هستش. دوستان، این کتاب فکر میکنم در ایران ترجمه شده به زبان فارسی. اگر کسی اینجا توی جلسه هست میتونه منو کمک کنه، به من بگین که این کتاب ترجمه شده یا نه. اسم کتاب هست نه یک جمله کامل است. همونجور که میدونی من به این باور نیستم که انجمنی که از سال 1930 آغاز شده پاسخگوی نیازهای امروز من و شما انسانی است که در قرن 21 زندگی میکنیم. انجمن ما در ابتدا در دهه دوم قرن 20 آغاز شده، یعنی در سال 1920 وقتی که فرانک باکمن توی کلیسای لوتران ایالات متحده آمریکا انجمن گروه آکسفورد رو بنیان نهاد و بعد کمتر از 10 سال بعدش آقای بیل ویلسون و رابرت اسمیت یا باب اسمیت اومدن و انجمن الکلی گمنام رو ایجاد کردن. برای همین من میخوام از چند تا کتاب غیر انجمنی استفاده بکنم و اولین چیزی رو که میخوام بهش اشاره بکنم اینه، نه یک جمله کامل است. یاران جان، بسیار مهم هستش که ما بتونیم قدرت نگفتن پیدا بکنیم. از این لحظه به رأس این کلاس قدم من از همه دوستانی که توی کلاس هستن خواهش میکنم به بحث ورود بکنن و به من بگن که آیا در نگفتن قدرتی برای نگفتن دارن یا ندارن. الان کسایی که تو انجمن توی جلسه ما هستن توی فری کانفرنس کال، کسایی که به راحتی میتونن بگن نه لطفاً عدد 1 رو بذارن، کسایی که بدون اینکه رو دروایسی داشته باشن، کسایی که با صراحت لهجه میتونن بگن نه لطفاً عدد 1 رو بذارن. چند نفر از ما هستیم که به صراحت میتونیم بگیم نه؟ دوستمون نوشته 50-50. ممنونیم از صداقت. الان ضدش رو هم به رایگیری میذاریم، یعنی کسی که نمیتونن، ولی فعلا در این مجال 2 نفر 3 نفر گفتن 4 نفر گفتن بله میتونن نه بگن و یکی از دوستان 50-50. حالا کسایی که توی جلسه هستن و برای گفتن نگفتن مشکل دارن لطفاً عدد 2 رو بذارن. بعد از این علامتی که گذاشتم عدد 2 رو میذاریم تا ببینیم چند نفر برای گفتن نه مشکل دارن. مادر جان میتونی بیا اینجا، به راحت میتونیم بهش بگیم نه یا نه. همسرم، شوهرم، دوست پسرم، دوست دخترم، همکارم میتونی بیا اینجا. دوستانی که الان دارن تعداد عدد 2 رو میذارن، ممنونیم از دوستانی که در رایگیری دارن شرکت میکنن. از دوستانی که توی تلگرام دارن زنده ما رو نگاه میکنن ازتون پوزش میخوایم که نمیتونیم بهتون نشون بدیم آن چیزی که اینجا داره اتفاق میفته، اما پر واضح هستش که خیلی از افراد در جامعه امروزی که ما توش داریم زندگی میکنیم مشکل دارن برای نگفتن. من میخوام تکنیک هایی رو راجع به مسئله نگفتن اشاره بکنم، چرا که خیلی از مصائبی که من و شما در زندگی خودمون داریم از پس این هستش که نمیتونیم بگیم نه. چالش هایی رو من میخوام اشاره بکنم برگرفته از این کتاب 10 گانه برای کسایی که نمیتونن نه بگن. اولین دلیل ترس از ناراحت کردن دیگران هست. چند نفر از ما میترسیم که دیگران ناراحتن. دوستانی که تو جلسه تو فری کانفرنس کال هستن به بحث ورود کنن. صفحه گفتگوی این کلاس قدم مثل تخت سیاه مدرسه است که همه ماها استادش میتونیم واردش بشیم و دیوار نویسی بکنیم. خواهش میکنم ورود بکنیم.
چند نفر از ما ترس از ناراحت کردن دیگران رو داریم. وای نکنه شوهرم اینجوری فکر کنه، وای نکنه مادر زنم اینجوری فکر بکنه، وای نکنه همسایه ها من بهشون بگم نه، بگن این چه آدم بیخیریه، وای نکنه مثلا این اتفاق بیفته من به اینا بگم نه، بگن این آدم اهل مماشات نیست، وای نکنه من به اینا بگم نه میخواستم بیان خونمون بگن اینا چقدر خبیثن. این اولین چیز هستش دوستان. تو فرهنگ ما ایرانی‌ها این یک فاجعه است. چند نفر از ما یکی میخواد بیاد خونمون از شهرستان، از یه ایالت دیگه، از یه استان دیگه، از یه کشور دیگه، میگن ما داریم میایم خونتون. ما نمیگیم نه یا ما خودمون یه خونه سه خوابه داریم، من کافی هم جا نداریم که شما رو هم پذیرا باشیم، میگیم نه بیا. برای خودمون شهر درست میکنیم. چند نفر از ما دوستان این مشکلات رو داریم. تعارف کردن با دیگران. دومی احساس گناه هستش. فرزندم به من اینو میگه، به جای اینکه بهش بگم نه میگم احساس گناه میکنم، میگم باشه به یه چیزی تن میدم که اصلا نمیخوام. دوستانی که میتونن احساس همزاد پنداری بکنن با نکات به اشتراک گذاشته شده، ورود کنن به صفحه گفتگو. من صفحه گفتگورم دارم میبینم. اینم که ما اگر من ناقصم، من کامل نیستم، هیچ اشکالی نداره. سومی فشار اجتماعی هستش. گاهی اوقات اجتماع از ما میخواد که بگیم بله، گاهی اوقات فشار اجتماعی وجود داره که ما نمیتونیم بگیم نه. به طور مثال فشار اجتماعی وجود داره که وقتی که اقوام میخوام بیان خونه ما باید تعارف کنیم و بگیم بله. آخرین باری که یه نفر زنگ زد گفت میخوام بیام خونتون امشب، گفتین نه، کی بود؟ من اینجا دارم کلاس تدریس میکنم، میخوام به عنوان کسی که این درس گفتار رو در خدمت شما هستم بگم من در این دپارتمنت دچار مشکل اساسی هستم دوستان. نسبت به مهمون اومدن توی زندگیمون فشار اجتماعی روی من هستش. هرگز نمیتونم بگم نه. هر کسی میخواد بیاد خونه من میگم بیا خونه من حیاط خونم بزرگ، 200 نفر آدم توش جا میشن. میدونید چند تا مهمونی من تو این حیاط گرفتم، الان دارم نگاهش میکنم، در صورتی نمیخواستم بگیرم ولی فشار اجتماعی بودی روی من. این کار صحیحی هست؟ چرا من برای خودم و خانواده‌ام تولید رنج میکنم فقط برای راضی نگه داشتن دیگران؟ چهارمی عدم اعتماد به نفسه. وای نکنه من بگم نه اینا منو دوست نداشته باشن، وای نکنه من بگم نه اینا چی فکر میکنن اگه من بگم نه. اینا مثال هایی هستش که دوستان من و شما تو زندگیمون برای نگفتن مشکل داریم و شما رو نمیدونم، من تو بیشترش مشکل دارم. پنجمیش عادت به رضایت طلبیه. ما راجع به بیماری صحبت کردیم به نام disease to please. چند نفر از ما حتی دوستانی که تو تلگرام هستن، میدونم نمیتونن با ما ارتباط برقرار کنن، رفقایی که تو تلگرام هستن، ولی شما میتونید تو کامنت هایی که توی گروه تلگراممون هستش شما میتونید به این بحث ورود بکنین دوستان توی تلگرام. چهارمیش عدم اعتماد به نفس جیلا جان. پنجمیش عادت به رضایت طلبی بودش. چند نفر از ما دوستان گرامی به خاطر اینکه دیگران رو راضی بکنیم هم به کارهایی میدیم فاجعه با. من یه مثال خدمتتون عرض میکنم، دلتون خواست شما مثال بزنید توی صفحه گفتگو. دوستان نازنین ممنونم از دوستانی که با قلم و کاغذ میان که اگه جا میمونن میپرسن، ما حتما در اختیارتون قرار میدیم. من صفحه گفتگو رو بعد حتما بهتون میگم. دوستان عادت به رضایت طلبی یا disease to please یکی از مشکلاتی هستش که من توی زندگی خودم دارم. من پارسال داشتم برای یکی از کارمندای خودم کار میکردم، جمعه بود، ساعت 9 شب، آخرین روز کاری هفته بود و من به خودم یه لحظه گفتم مگه تو برای این کار میکنی یا این برای تو کار میکنه؟ تو همون لحظه به خودم گفتم این برای من کار میکنه. بعد از خودم پرسیدم پس تو چرا داری برای این کار میکنی؟ و بعد به خودم گفتم disease to please، یعنی راضی نگه داشتن دیگران. دوستان نازنین چند نفر از ما قربانی راضی نگه داشتن دیگران هستیم؟ ششمین دلیلی که ما ترس از نگفتن داریم ترس از دست دادن هست. چند نفر از ما برای اینکه دوست پسرمون، دوست دخترمون، شوهرمون، فرزندمون، رفقامون، همکارامون، همکلاسیامون، بچه محلامون اینا برای ما رو ول نکنن برن، نمیگیم نه، نمیگیم آقا ما نمیتونیم، خانم من نمیتونم، دوست عزیز نمیتونم، امکانش رو ندارم. ما امروز تو انجمن‌های 12 قدمی ابزارالات متفاوتی داریم که میتونیم با فراغ بال بگیم نه. یکی از اونها اینجوریه. من این روزها دوستان کسایی که به من میان، حالا تکنیکاش هم بهتون میگم، یکی از تکنیکایی که دارم اینه که من همسرم رو سپر بلا میکنم و حامی و راهنمام رو هم سپر بلا میکنم. هر موقع گرفتار میشم، الان مثلا من میام پیش شما، به شما این کار بسیار بسیار غیر اصولی میخوام انجام بدم. مثلا من میام پیش یکی از رفقا که الان تو جلسه است، بهش میگم داری 1000 تومان به من قرض بدی، پرانتز باز،
هر گونه ارتباط مالی بین اعضای انجمن‌های 12 قدمی غیر اصولی و غیر اخلاقی از دیدگاه انجمن‌های 12 قدمی پرانتز بسته. شما به راحتی میتونید به من بگین نه من باید با راهنمای حامی خودم صحبت کنم، نه من باید با شوهر خودم یا همسر خودم اول صحبت میکنم. شما لازم نه سلامت باشی، حسین نوشته 1000 تومان بهت میدم. بر مقام مثال دارم عرض میکنم، شما نباید به من بگین بله اگه اومدم گفتم 1000 تومان به من قرض بدید. نکته هفتم انتظارات فرهنگی یا خانوادگی هستش. من دوستان خواهش می‌کنم کسایی که میتونن بگن چند نفر از خانوما هستن اینجا که شدن کرگیور یا پرستار مادر پدرشون؟ چند نفر از خانمایی به خصوص خانوما تو آمریکا هم همین شکلیه، فکر نکنین فقط تو ایرانه. دوستان نازنین برادر داریم، خانواده پر پیمون پر آدمه، ولی چون تو جنسیت زنه میگن مامان حال نداره دیگه تو باید ازش نگهداری بکنی. اینا انتظارات فرهنگی و خانوادگی است. چند نفر از ما آقایونی که حالا تو جلسه هستن، آقایونی که توی جلسه هستین، انتظارات فرهنگی و خانوادگی این شکلی هستش که ببین تو که پسری تو باید خرج این مام بابای پیر ما رو بدی دیگه. اینها چیزهایی هستش که دوستان نازنین انتظارات فرهنگی و خانوادگی که به ما ایجاب میکنه که بگیم بله ما از این به بعد میگیم نه. مگه اگر کسی آقا هستش که جامعه عقب افتاده واپسگرای جهان سومی میگه حتما باید مرد خرج پدر مادر که کار نمیکنن رو بده، ما از این به بعد بهش میگیم نه. اگر من زن هستم و میان به من میگن چون تو زنی جنسیت زنه تو باید مامان بابایی که پیر هستن رو ردخ و فتح بکنی، پرستاری کنی، شوهر داری که داری، تو باید بری به مامان بابا برسی، وظیفته. ما از این به بعد دوستان نازنین انتظارات فرهنگی و خانوادگی رو شناسایی میکنیم. موضوع بحث دوستمونم خودآگاهی بودش. خودآگاهی یعنی من بدونم تن ندم به چیزی که صحیح نیستش. چون من مرد هستم وظیفه من نیستش که خرج مثلا پدر مادر رو بدم. من میخوام یه انالوجی یا یک مثالی رو بزنم که فاجعه باره. من میخوام این رو شما اگر با قلم و کاغذ اومدین، هم شما که توی تلگرام الان هستین، هم شما که اینجا توی فری کانفرنس کال هستین، دوستان نازنین بنویسین نسل ساندویچی، نسل ساندویچ جنریشن، نسل ساندویچی. نسل ساندویچی میدونین چیه دوستان عزیز؟ نسلیه که اون وسط ساندویچ گیر کرده. از یه سمت فشار پدر مادر روشه، همش باید بگه بله جرأت نگفتن نداره. از یه سمت فشار فرزندان روشه، جرأت نگفتن نداره، همش باید بگه بله. این وقت من میتونستم مثلا انبردست، فکر کنم انبردست بهتر بودش دوستان نازنین، ولی توی آمریکا بهش میگن ساندویچ جنریشن. چند نفر از ما اینجا ساندویچ جنریشن یا نسل ساندویچی هستیم؟ من اینجا اجازه بدیم بنویسم من یکی از اینا هستم. نسل ساندویچی. ما برای چی باید بار بکشیم؟ بار خانواده پدر مادرمون رو بکشیم. از یه سمت قدیما یادتون میاد پدر سالاری بود، امروز فرزند سالاریه. این وسط ما گیر کردیم توی دو فرهنگی که پدر سالاری و مادر سالاری هست از بالا و فرزند سالاری هست از پایین. ما چی کاره ایم؟ ما این وسط هیچی دیگه مشغول سوختن و ساختن هستیم. از این به بعد یاران جان ما باید انتظارات فرهنگی و خانوادگی رو بذاریم کنار. هشتمین نگرانی از قضاوت دیگران هستش. چند نفر اینجا هستن که به خاطر ترس از قضاوت دیگران شجاعت و شهامت نگفتن ندارن؟ وای نکنه همسایه ها بگن این آدم بیخیریه نمیخواد تو نظری دادن این ماه فلان شرکت بکنه. همسایه هر چی که میخوان فکر کنن مهم نیست دوستان نازنین. ما از این به بعد خودآگاهی داریم، نگرانی از قضاوت دیگران نداریم. نهمی روابطی هستش که یک نفر از ما قدرتمندتر هستش، بهش میگن روابط قدرت. وقتی که یه نفر از ما قدرتمندتر هستش، مثلا مثالی که میتونم عرضه بکنم برای خانم ها و آقایونی که شاغل هستن اینجا، اگر که من رئیس شما هستم میام پیش شما یک امر غیر منطقی رو از شما درخواست میکنم، شما باید بگین نه چون اصولی نیسته، چون بر اساس اساسنامه شرکت نیست، چون در شرح وظایف ما نیست. الان از خانم ها و آقایانی که توی جلسه هستن که کار توی شرکت ها، سازمان ها، ادارات دارن کار میکنن، چند نفر از من و شما قربانی عدم داشتن شجاعت برای نگفتن در حوزه کاری خودمون هستیم؟ دوستان نازنین خودآگاهی جایی هستش که ما یاد میگیریم. اگر که رئیس من اومد پیش من گفت برو لباساتو در وسط شرکت برخ،
من یه آدم سن و سال دارم، اصلا در حد این نیستم که برم برقصم وسط شرکت. زمینی که وسط شرکت جای کاره، وسط جای رقصیدن نیست. من باید بهش بگم نه این کار اصولی نیست، من این کار انجام نمیدم. ما اگر که بتونیم قدرت پیدا کردن رو داشته باشیم، خیلی از فجایع در امور کار ایجاد نمیشه. من چون حساسیت نمیخوام ایجاد بشه، میخوام اسم یک فرد آدم متعرض رو بیارم. آقای هاروی واینستاین، تهیه کننده معروف هالیوودی، به چند نفر خانم تجاوز کرده. آقای هاروی واینستاین الان در زندان هستن. جنبش می تو موومنت، یعنی من هم همینطور، با اون همه هشتگ میلیاردی که در جهان داشت، به خاطر آقای هاروی واینستاین ایجاد شد. این جلسه روی یوتیوب داره پخش میشه همزمان و این رو من به عنوان یک سند دارم اشاره میکنم. شما روی یوتیوب کانالتون رو میبنده اگه حرف غیر صحیح بزنید. آقای هاروی واینستاین کسی بودش که از قدرت خودش در امور کاری استفاده میکرد، به تعداد بیشماری خانم تعرض جنسی کرد و الان هم در زندان هستش. ما از این به بعد به کسایی که از ما قدرتمندتر هستن با شجاعت میگیم نه. و دهمین چالشی که در مقابل نگفتن هستش، نداشتن مهارت‌های ارتباطی هستش. چند نفر از ما از داشتن مهارت ارتباطی سالم در رنج هستیم و به خاطر اینکه مهارت ارتباطی سالمی رو نداریم دائما مشکل داریم برای گفتن به نه گفتن. دوستان نازنین، یک جمله کامل است. من چند تا از فایده‌های نگفتن رو هم میگم برای اینکه دوستان بتونن قدرت بیشتری داشته باشن. افزایش اعتماد به نفس برای دوستانی که با قلم و کاغذ اومدن توی کلاس. اگر شما نه بیشتر بگین تو زندگیتون، افزایش اعتماد به نفس حاصل میشه. دو، بهبود در روابط هستش. اگه من ببینم بانوی محترمی که من باش دوستم، آقای محترمی که من باش دوست هستم، در روابط کاری هستیم، در روابط دوستی هستیم، این افراد به راحتی و با قدرت و با صلابت نمیگن، من احترام بیشتری به شما میذارم. در نتیجه شما هم اعتماد به نفس هم عزت نفستون افزایش پیدا میکنه. بهبود روابط، وقتی که ما قدرت نگفتن رو پیدا میکنیم، این دومیش هستش. به این معنا هستش که ما میتونیم روابط راحت تری داشته باشیم. سوم، تمرکز بیشتر بر اهداف شخصیه. به جای اینکه وقت خودمون رو تلف کنیم تا دیگران رو راضی کنیم، اونجوری که مهربانو سادات در فراسای از سخنان خودشون گفتن، بر روی خودمون تمرکز میکنیم، زندگی خودمون رو بهتر میکنیم در جنبه‌های مختلف. چهارمی، کاهش اضطراب و استرس. چند نفر از ما الان اینجا استرس داریم که مادر شوهر چی فکر میکنه، پدر شوهر چی فکر میکنه، همسایه‌ها ها چی فکر میکنن، خواهرم چی فکر میکنه، شوهرم چی فکر میکنه، زنم چی فکر میکنه، نکنه بچه‌م بگه بابام خصیص $100 به من نداد برم فلانجا. من گفتم نه به دخترم. ما به بچه‌مون میگیم نه، داری توضیح میدیم. ما لات سال میدون نیستیم میگیم نه همینه که است. ما دیکتاتور نیستیم، ما توضیح میدیم. میگیم دخترم پسرم نه به این دلیل. میگیم مادرم پدرم نه به این دلیل. میگیم همکارم همسرم یارم رفیق بهبودی نه به این دلیل. دفعه بعد اگه من اومدم پیشتون گفتم روشنک داری 1000 تومان به من قرض بدی، بگو نه، بعد توضیح بده، بگو برای اینکه این کار غیر اصولی هستش. برای اینکه وقت جلسه، ممنونم که گفتیم نه، درود و بیکرام بر شما. ما به امری که صحیح نیست میگیم نه. من فقط یکی از تکنیک‌ها رو میخوام بگم برای نگفتن. درود بر شما نوشته این کار غیر اصولی است. اگه کسی اومد از ما پولی درخواست بکنه تو انجمن 12 قدمی، بهش میگیم نه. من یه تکنیک میخوام بگم و بعد اسلاید ملودی بیتی رو آوردم که راجع به ملودی بیتی صحبت بکنیم دوستان نازنین. تکنیکی که میخوام بگم اسمش من گذاشتم سپر بلا. سپر بلا بکنیم از این به بعد. ما انجمن‌های 12 قدمی را باشنده هستیم. ما باشندگان انجمن‌های 12 قدمی یک ابزار خارق‌العاده داریم به نام اسپانسر، راهنما یا حامی ما یا اسپانسر ما، یک سپر بلا. از این به بعد هر کسی به شما موضوعی رو گفت که برای شما گفتن نه سخت بود، مثل دوستمون که من بهش گفتم داری 1000 تومان بدی، بعد میتونه جرأت داشت گفت نه، ولی اگرم نداشت میتونه بگه بعد از حامی راهنما بپرسم. در فضای جامعه که ما نمیتونیم بریم بگیم من باید برم از راهنما بپرسم، میگن داستان چیه، ما باید گمنامی خودمون رو حفظ کنیم. اگر تو فضای جامعه یه روزی من اومدم پیش حسین گفتم حسین داری 1000 تومان به من قرض بدی، اگه توی انجمن نیستیم، ولی من حسین مثلا میذارم چه جلسه هستش، باید به من بگی که من باید از همسرم بپرسم چون میدونم ایشون متأهل هستن. الان یکی از دوستان مهدی توی تلگرام هستش داره ما رو نگاه میکنه. مهدی جان، من اگه بیام پیش شما بگم داری 1000 تومان به من قرض بدی، شما یه شریک کاری داری فرض کن توی مغازه، مهدی جان میگی نه اصلا من باید از شریکم بپرسم بعداً بهت خبر میدم.
در مثال حسین، در مثال مهدی شما میتونید سفر بلا داشته باشید. من یکی از بهترین سفرهایی که دارم تو زندگی همسرم هستش. برای غیر انجمنی میگم من باید از همسرم اجازه بگیرم یا مشورت بکنم و این به معنی نیست که من زن زدیدم تو شوهر زدیدی نمیدونم اون از شریکش حساب میبره. نه اینا نیستش. این به معنی است که من به همسرم خیلی احترام میذارم، تو به شوهرت خیلی احترام میذاری، تو به شریک کاریت خیلی احترام میذاری و بعضی مثلا من مثلا لایف کوچ دارم کار گفتم مصطفی نوشته صدا قطع و وصل میشه، اگر بقیه هم مشکل دارن لطفا به من اطلاع بدن. برای همین ما از تکنیک سپر بلا استفاده میکنیم. خانم ها آقایان، اسلایدی که میبینین این گل دختر که 75 سالش هست توی مینسوتا به دنیا اومده، مال سنگفال. صدا خوبه، به مصطفی لطفا بنویسین ورود و خروج بکنن توی صفحه گفتگو. برای دوستان تلگرام هم که اوضاع احوال خوبه و ممنونیم از حضورشون. دوستان نازنین، این گل دختر سال 1948 به دنیا آمده. بسیار دختر گلیه، 75 سالش هستش. اسمش هست ملودی بیتی. ملودی بیتی توی سنت پال مینسوتا به دنیا آمده و البته الان همسایه من هستش، در مالیبو زندگی میکنه. ایشون 2 تا فرزند داره، نیکول که خیلی معروفه دوستان و شین که متاسفانه در سن 13 سالگی در زمانی که توی پیست اسکی بوده شین پسرش فوت میکنه. دخترش نیکول برای سینما بازا خیلی معروفه، یک نویسنده بسیار مشهور در ژانر کمدی در هالیوود و شوهرش هم یک کمدین بسیار معروف هستش. اما یاران جان، وقتی که ما به انجمن‌های 12 قدمی وارد میشیم، با وجودی که ملودی بیتی عضو انجمن ما هست ولی نشریات ما از او وام نگرفتن، ولی پر واضح است که ملودی بیتی به خاطر از دست دادن فرزندش شین در سن 13 سالگی در او اتفاقی بزرگ ایجاد میشه به عنوان سوگواری و هموابستگی که بسامتش میشه زندگی پربرکت ملودی بیتی که بیش از 30 کتاب ارزنده در باب هموابستگی منتشر کردن. دوستان من میدونم کتاب هموابستگی دیگر وسط یا Codependency No More به زبان فارسی ترجمه شده. اگر کتاب‌های دیگه ملودی بیتی تو ایران ترجمه فارسی شده، از دوستانی که توی فری کانفرنس کال هستن خواهش میکنم برای ما بنویسن اسم بقیه کتاب‌های ملودی بیتی که تو ایران هستش. بله نوشتن، بنویسین اسمشو. کتاب Codependency No More یا هموابستگی دیگر وسط کتابی فاخر است. وقتمون کمه. من چند تا از من کلاس قدم ایشون رو شرکت کردم. دوستانی که تو جلسه هستن میتونین اسکرین شات بگیرین. یک کتابی داره به نام The New Codependency یا هموابستگی نوین. توی این کتاب خیلی چیزها رو میتونین به دست بیارین، اما توی شهر تولسا توی ایالت اوکلاهاما من یک کلاس قدمی رو شرکت کردم که این چیزی که شما دارین میبینین تمرینات قدم 7 هستش که ملودی بیتی آورده. دوستان نازنین سوالی رو مطرح کرده، میگه What are the fears about becoming changed? Write them or talk about them among each other. میگه چه ترس‌هایی رو دارین که جلوی شما رو میگیره که تغییر بکنین؟ چون توی قدم 7 انجمن‌های 12 قدمی بحث تغییره. میگه خاشعانه از نیروی برتر خواستیم تا کاستی‌های ما را بزداید. یاران جان، اولین چیزی که تو باکس اول نوشته میگه ترس‌های شما برای تغییر کردن چه چیزهایی هستن. دوستایی که توی تلگرام هستن بعداً تو کامنت ها میتونین ورود کنین و بنویسین، ولی دوستایی که الان تو فری کانفرنس کال هستن لطفاً با من همراهی بکنین تا بتونین تمرینات قدم 7 که ملودی بیتی بهمون داده رو با همدیگه حل بکنیم. اولی بنویسین چه ترس‌هایی هستن که سد راه شما برای تغییر هستن. من اولیشو میگم. اولیش برای من دوستان هست کامفورت زون یا منطقه امن. من در منطقه امنی هستم که همین زندگی که الان دارم به خاطر اینکه سنم از خیلی از شما بیشتر هستش عادت کردم. دوستان ورود کنن توی فری کانفرنس کال بنویسن. نوشته ترس از قضاوت دیگران. چه چیزهایی ترسایی دارین که نمیذاره شما؟ چقدر کلمات جالبه. ترس از ناشنایی. خیلی از ما از چیزهایی رو که نمیدونیم میترسیم. یوار دیگه‌ای نوشتن ترس از دست دادن. دوست دیگه‌ای نوشتن ترس از ناتوانی و شکست. ترس از قضاوت و تحقیر و سرزنش شدن. ترس از دست دادن. ترس خارج شدن از محدوده امن و بیمهری. ترس از شرایط جدید. ترس از طرد شدن. نمیتونم منطقه امنم رو رها کنم. یار دیگه‌ای نوشتن این ترس از بیپولی، ترس از شکست. ترس ها دوستان ترس متفاوتی هستن، ولی من راجع به ترس
ترس از آینده. کتاب خوندم راجع به چند تا. یه ترس عجیب غریب دیگر هم من پیدا کردم تو این کتابا، ترس از پیروزی هستش. نوشته ترس از تنهایی، ترس از ناتوانی مالی، ترس از تاریکی. چه ترسایی سد راه شما برای تغییر میشن توی قدم هفتم؟ ملودی بیتی موارد زیادی رو مطرح میکنه، ولی من میخوام یه ترس عجیب غریب، نوشته ترس از مرگ. من میخوام یه ترس عجیب غریب رو به شما بگم، ترس از فقر نوشته، و این ترس عجیب غریب ترس از پیروزیه. خیلی از ما در خودمون نمیبینیم که لیاقت یک زندگی خوب داشته باشیم، میترسیم پیروز بشیم، میترسیم تغییر مثبت بکنیم. نوشته ترس از شکست نبودن عزیزم. نوشته تازگی شنیدم که انگار من بختک دارم. دوست دیگه نوشته ترس از روبرویی با خود حقیقی. دوست دیگه نوشته ترس از ناتوانی، ترس از جابجایی. دوستان گرامی، این ترس ها رو وقتی که میبینیم و مینویسیم، ملودی بیتی بنیان انجمن ماست، ستون فقرات انجمن ماست. البته که میدونیم که کن و مری که من آوردمشون تو ایران، بنیانگذاران انجمن گفتن که هیچ کدوم از نشریات اون استفاده نشده در درست کردن این انجمن، ولی برای ما پر واضح هستش که ستون فقرات عمده انجمن هموابستگان گمنام بر اندیشه این گل دختر، این بانوی محترم بنیان نهاده شده. چون زنده هستم، پادکست هم دارم برای دوستایی که یوتیوب نگاه میکنن و انگلیسی متوجه میشن. مثل ترس از بیپولی و فقر، ترس از بیماری، ترس از دست دادن امنیتام. وقتی که ما اینا رو می‌نویسیم دوستان، ملودی بیتی با هدف این سوالا رو مطرح کرده. وقتی که ما اینا رو می‌نویسیم متوجه میشیم که خیلی از اینا وجود خارجی ندارن. مثلا برای من گفتم ترس خروج از منطقه امن هست. دوستمون نوشتن ترس از دست دادن امنیتام. در این مجال کسی که مثل من ترسای خودش رو می‌نویسه متوجه میشه که خیلی از این ترس‌ها وجود خارجی ندارن. ببینین مهربانو سادات در سخنان گوهربار خودشون اشاره کردن که جمله وین دایر رو گفتن تغییر زندگی با تغییر نگرش انجام خواهد شد. بنابراین وقتی که ما تغییر نگرش به ترس‌ها پیدا می‌کنیم، تغییر نگرش ما باعث تغییر زندگیمون میشه. نوشته ترس از مردم بیشتر از ترس خدا بود قبل برنامه. دوست دیگه نوشته ترس دیده نشدن. حالا توی قسمت دوم، تو باکس دوم وسط صفحه، ملودی بیتی سوال دیگه ای از ما میپرسه. دوستان این تمرین قدم هفتم، تمرین اول ملودی بیتی کلاس قدمی که توی شهر تولسای اوکلاهاما برگزار کردن. تو باکس دوم نوشته Have you already seen yourself change? How؟ میگه آیا تا حالا خودتون رو دیدین تا مدتی که به قدم هفتم رسیدین تغییر کرده باشین؟ اگر بله چگونه؟ الان دوستان ما با هم توی قدم هفتم انجمن هموابستگان گمنام هستیم، آماده ورود به قدم هشتم هستیم. آیا تا به این لحظه که از قدم 3 تا الان با من همراه بودین شما تغییری کردین؟ اگر بله بنویسین تو صفحه گفتگو چگونه. من اجازه بدین اولین نفر باشم که بگم من تغییر کردم و یکی از تغییرات عمده من این هستش که من خضوع و خشوع رو دارم تمرین میکنم. من یکی از نواقص اصلی مغرور بودن، غرور بودن و احساسی که آسمون باز شده من از وسطش افتادم رو زمین هستش. الان من خاضعانه و خاشعانه سعی میکنم زندگی کنم. دوستی نوشته بله تغییر باور و نگرش خیلی بهم کمک شده. ترس از خیانت، قضاوت نکردن. چه تغییری توی شما ایجاد شده دوستان؟ توی صفحه گفتگو فری کانفرنس کال بنویسین. اگر تا قدم هفتم تغییری در شما بوده، اون تغییر چی بوده؟ نوشته تغییر باور و تعصب. درود بر شما. دوست دیگه نوشته دوست داشتن خود، مهربانی، سعادتم، خود مراقبتی و دوستان دوستی رو گفتن. دوست دیگه نوشته زاویه دیدم. دوست دیگه نوشته به خود ارزش دادن. این دوست سوالاشو رندانه میپرسه. ما تو بازی فکری ملودی بیتی هستیم، تو این باکسایی که داریم تماشا میکنیم. هدفی داره با این سوالا، ما تو بازیشیم، ما تو فکرشیم. میگه به خود ارزش دادن، هوشیاری بیشتر. نوشته من کافی هستم. توی باکس سوم نوشته How much did you actually have to do؟ نوشته چقدر باید تلاش میکردین که این تغییراتی که تا الان گفتین رو انجام بدین؟ واقعا چه تلاشی شما کردین یا من کردم که این تغییراتی که راجبش نوشتیم بر زندگی ما حادث شدن؟ نوشته خوب کردی، حالمو خوب کردی با چیزایی که میگی یادم میکنی. دوست دیگه نوشته من دارم کار جدیدمو تجربه میکنم با غلبه و ترس. سوال اینه، یه بار دیگه من سوالو میپرسم. نوشته How much did you actually have to do؟ یعنی چقدر باید کار میکردی که این تغییرات در زندگی شما میومدن؟ ببینید دوستان نوشته هیچ.
دوست دیگه نوشته کلا خنثی شدم دارم واقعیت‌ها رو می‌بینم. دوست دیگه نوشته من زیاد برنامه داشتم. دوست دیگه نوشته بعد از 1 سال تو انجمن دیروز متوجه شدم گوش شنوا نداشتم. دوست من در پاسخ ملودی بیتی میخوام بگم که من چندان کار زیادی هم نکردم که تغییر بدم، چون تغییر نگرش بار جابجا کردن نیستش، فقط کافیه که نظرم رو عوض بکنم. برای همین منم میخوام بگم من برای این تغییراتی که تو زندگیم آوردم انرژی زیادی هم صرف نکردم. من فقط خودآگاهیمو آوردم وسط و سعی کردم تغییر نگرش پیدا کنم. دوستان این سوالات ملودی بیتی سوالات خیلی جالبی هستش. میریم به باکس دوم، نمیشه با آمدن آگاهی همه چیز بهتر شد و بعدش من یه کتاب رو میخوام بهتون سریع براتون تعریف بکنم که لذتشو ببرید. آماده این تمرین دوم نوشته Writing letter is a favorite tool. Write a letter to God as you understand it. دوستان میگه یک نامه بنویسین برای خدا. من تمرینی که انتخاب کردم برای قدم 7 نوشتن نامه به نیروی برتر رو از رو ملودی بیتی یاد گرفته بودم و به شما دادم. بعد میخوام راجبش صحبت کنم. میگه اول این نامه 3 قسمت باید داشته باشه. قسمت اولش سلام علیکم و حالت چطوره و درود بر شما و چاق سلامتی، انگار که تو گویی نیروی برتر رفیق من است. قسمت دوم نمیشه What did you visualize yourself doing and being. میگه توی قسمت دوم وقتی داشتی نامه رو مینوشتی به نیروی برترت چه چیزی رو متصور میشدی؟ میدونم ممکنه بعضی تمرین رو انجام نداده باشن، بعضی هم میخواستن صوتی بگن ولی چون بعد از رو نوشته میگفتن پرهیز کردن از روی علامت سوال زدن. ولی دوستان وقتی که شما با نیروی برترتون ارتباط برقرار میکنین، نیروی برتر رو چجوری تصویر میکنین؟ مثلا یه چیز بزرگ تو آسمون، یه بابای رو ابرا، یا مثلا یه چیزی مثل گادزیلا موجود گنده، یا یک شاخه گل. چه جوری نیروی برتر خودتون رو متصور میشین؟ شما که به ذات اقدس الهی باور دارین، نیروی برترتون رو چجوری متصور میشین؟ آیا در قامت انسان؟ آیا در حالت اندیشه؟ آیا انرژی؟ چجوری اون رو نوشته روی کوها نگاه به ما و ستاره حالمو خوب میکنه. دوست نوشته یک انرژی خوب در جهان. نوشته به یه پدر مهربان که همش نور است. نوشته دوست و همراه. یکی دیگه نوشته اگه قابل رویت بود که اینقدر عاشقش نمیشدم. شاید سوال رو ویژوالایز کردن، کلمه رو من اشتباه ترجمه کردم. البته درست ترجمه کردم. چجوری متصورش میشین؟ نمیگم که چجوری میبینینش، چجوری متصورش میشین. نوشته از طریق الهامات. دلیلی که این ملودی بیتی رو مطرح کرده این هستش که ببینه که، یا من وقتی که میگم ببینم که نیروی برتر من آیا قابل دسترسه برای من یا کجاست. من میتونم اونو متصور شم، چون خیلی‌ها شجاعت و شهامتش متصور شدن این نیروی برتر رو ندارن، چون از نیروی برتر میترسن. ولی وقتی که من فرض کن اینجا من با دوستم ژیلا مثلا خواهر منه، وقتی که خواهر منه، من از خواهرم که نمیترسم، هر موقع بخوام بهش زنگ میزنم، در حضورش قرار میگیرم. من رضا رو فرض کن برادرم، دوستش دارم و هر موقع دلم بخواد بهش زنگ میزنم. چون رضا و ژیلا توی مثال خواهر برادر من هستن، یعنی من ترسی از ارتباط برقرار کردن، تلفن رو برداشتن باشون ارتباط برقرار کردن ندارم. بنابراین هر موقع دلم بخواد به خواهرم و برادرم زنگ میزنم. در این مثال دوستان نازنین، ملودی بیتی داره، باز ما توی بازی فکری ملودی بیتی هستیم. ملودی بیتی از ما دعوت میکنه یا ما رو تشویق میکنه که نیروی برترمون رو ازش نترسیم، بتونیم جوری متصورش بشیم که هر وقت میخوایم اون رو بخوایم. مهم نیستش که شما به الله اعتقاد دارین که درود بر شما، مسیح رو دوست دارین که درود بر شما، یهوه رو میپرستین که درود بر شما، به اسم اعظم و بهاءالله اعتقاد دارین که درود بر شما، بودا رو میپرستین درود بر شما، اصلا مثل من خدا ناور باور باشین بازم درود بر شما. نیروی برتر چیزی ترسناکی نباید باشه در اندیشه ما. ما توی ادبیات ایرانی هم از عشق به خالق صحبت میشه خیلی زیاد. ایرانی ها دل دادن و عاشق هستن. ما فرهنگ های خوبی هم داریم. ما توی این کلاس قدم خیلی از فرهنگ های عقب افتاده جهان سوم ایران انتقاد کردیم، ولی دوستان ایرانی ها خدا رو دوست دارن. ایرانی ها با نیروی برتر خودشون ارتباط سالمی دارن. ایرانی ها نیروی برتر خودشون عاشق هستن، با او شراب میخورن، او رو عشق بهش میورزن، مثل لیلی و مجنون دوستش دارن. برای همین بیایم به اصل خودمون برگردیم که هر کسی دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. و همین سنت زیبای فرهنگی که چون کلاس برای دوستان ایرانی داره برگزار میشه، به فارسی داره برگزار میشه، بیایم نیروی برترمون رو دوست داشته باشیم.
توی قسمت سوم و آخر نوشته write an affirmation that who you are is good. میگه توی قسمت سوم وقتی که دارین با نیروی برتر صحبت میکنین، خودتون رو به نیروی برتر معرفی بکنین، کسانی که شما خوب هستین. چجوری شما خوب هستین؟ بنویسید شرافتی که شما شریف الان تو این کلاس قدم با خودتون آوردین، شرافت شما از کجا میاد؟ من میخوام بگم من یک آقا هستم بسیار پاکدست و پاک دامن، من بسیار زندگی سالمی دارم دوستان، من با وجودی که دین ندارم ولی حلال و حرام تو زندگی من خیلی مهمه. شمایی که منو میشناسین و میدونین این کانسپت اسلامی حلال و حرام بسیار برای من مهمه. کانسپت اسلامی حلال و حرام، من مسلمونم نه خداپرستم اصلا، ولی شرافت من از سالم بودن اقتصادی، سالم بودن روابطم با آدم‌هایی که دورم هستن، من شریفم. شما بنویسین چه جوری شریفین، چه جوری شرافت خودتون رو تو نامه به نیروی برتر می‌خواید بگین. نوشته ورزیدن به دیگران، دروغ نگفتن. بنویسین دوستان، به نیروی برترتون دارین نامه می‌نویسین، از خوبی‌های خودتون هم بگین. بازم یادم باشه و یادت باشه که تو بازی فکری ملودی بیتی هستی. ملودی بیتی من شما رو داره به یه جایی میبره. بنویسین تو صفحه گفتگو که وقتی که می‌خواید از خوبی‌های خودتون به نیروی برتر بگین و خودتون رو معرفی کنین، چه چیزی رو می‌نویسین؟ نوشته فقط برای امروز شاهد هستم که صداقت دارم و خودم رو دوست دارم. نوشته تنهاییم، سلامت روان دارم. دوستان نازنین، دلیلی که ملودی بیتی این بازی رو با ما انجام میده این هستش که وقتی ما پیش نیروی برتر میریم، دوستان مسیحی لطفاً بهشون بر نخوره، هم در شبکه‌های اجتماعی هم اینجا. بنیان این انجمن از ایالات متحده آمریکا میاد. دینی که در ایالات متحده آمریکا غالب هستش دین مسیحیت. دوستان همسر من مسیحی، من روز یکشنبه با ایشون به کلیسا میرم، با وجودی که اصلا خدا رو قبول ندارم، ولی خواهش میکنم دوستان مسیحی بهشون بر نخوره. آیین و دین مسیحیت بر این قرار هستش که همه شما کثیف و گناهکار هستید، مگر اینکه خون عیسی بریزه رو سرتون و پاک بشین و باور بکنید. این انجمن از آمریکا اومده و این شمشیر اینجا کشیده شده برای آیین مسیحیت. لطفاً دوستان مسیحی بهشون بر نخوره. دلیلی که ملودی بیتی میگه ما توی نامه‌ای که به نیروی برتر می‌نویسیم از شرف خودمون، پاکی خودمون، سلامت خودمون با نیروی برتر صحبت کنیم که یک بار برای همیشه بگیم من انسان گناهکار نیستم، من انسان سینر، من انسان کثیف نیستم، من انسان پاک هستم، من نیازی نداره کاری بکنم که پاک‌تر بشم. ما هممون انسان‌هایی هستیم که محترمیم، که تن آدمی از شریف است به جان آدمیت. یاران جان، وقتی که شما این نامه رو برای نیروی برتر می‌نویسید متوجه بشید که ملودی بیتی هم از یک کشوری داره میاد که ایالات متحده آمریکا بسیار کشور مذهبی هستش و آیین مسیحیت به خیلی آسیب زده راجع به اینکه شما بای دیفالت، یعنی به صورت از پیش تعریف شده، شما گناهکار هستین، سینر هستین و باید آب پاکی بریزن رو سرتون، آب مقدس بریزن رو سرتون تا سالم شید. این تمثیلی که ملودی بیتی تو این کشیده، برای اینکه خیلی‌ها در رنج هستن در آمریکا، خیلی‌ها در رنج هستن در غرب. یاران جان، ما پلید نیستیم، ما کثیف نیستیم، ما گناهکار نیستیم. وقتی با نیروی برتر صحبت میکنیم نباید بگیم من گناهکار رو ببخش، من توبه. ما باید با نیروی برترمون رفیق بشیم. کسی که خدا باوره، خدا دوست توه. کسی که خدا باوره، خدا درون توه. کسی که خدا باوره گفت انا الحق، خدا خودتی، درون خودت هستش، اندیشه تو هستش. تو عامل تولید خیر میتونی بشی، تو عامل تولید شر میتونی بشی، تویی هستی که میتونی زندگی خودت رو تغییر بدی با تصمیماتی که میگیری. مجددا از دوستان مسیحی عذرخواهی میکنم، این انجمن‌های 12 قدمی منادی و منافی هیچ دینی نیستن. ما مخلص همه یاران جان هستیم، ولی این نکته‌ای هستش که در غرب متاسفانه خیلی ازش در رنج هستن. اما یاران جان، من یک کتابی رو فرصت نکردم توی قدم ششم در اختیار شما قرار بدم و این کتاب رو میخوام الان در اختیار شما قرار بدم. این کتاب اثری فوق‌العاده از رابرت الکس جانسون که من اون رو میخوام در اختیار شما قرار بدم دوستان نازنین، از قدم ششم هستش. امیدوارم که از اون بهره ببرید. در این قسمت کتابی رو انتخاب کردم ناظر به قدم ششم انجمن هموابستگان گمنام موسم تمایل، آنجا که آمده است و گفته است ما کاملا آماده گشتیم تا نیروی برتر تمامی کاستی‌های شخصیتی را از ما بزداید. خانم ها، آقایان، قسمتی که توی
کلام منعقد شده در قدم ششم تحت عنوان تمامی کاستی های شخصیتی اومده قسمتی هستش که من رو بران داشت تا وام بگیرم از کتاب نوشته شده توسط رابرت الکس جانسون که اشارتی دارد و وامدار است از آقای کارل گوستاو یونگ که ایشون اسمشون توی نشریات ما هم هست و شما توی نامه‌نگاری های ویلیام ویلسون با ایشون دو کتاب های متفاوتی از جمله زبان دل نوشته ویلیام ویلسون میتونین نامه‌نگاری های ایشون رو بخونین و متوجه شدم و متوجه خواهیم شد همه ما که بخش اعظمی از انجمن ما برگرفته از خرد والای کارل یونگ هستش. ایشون بنیانگذار روانشناسی تحلیلی هستش، سوئیسیه و همزمان با زیگموند فروید زیست میکرده، هرچند که نظریات ایشون با فروید بسیار متفاوت هست. ما در حال حاضر زیر سقف انجمن هموابستگان گمنام هستیم، بنابراین اگر از یک نشریه غیر انجمنی مثل سایت رو مالک شو Owning Your Own Shadow استفاده میکنیم، ناظر به هدف اصلیمون که قدم ششم هستش بهره خواهیم برد. من میخوام بگم که تو این کتاب در قسمت تگلاینش نوشته اگر سایه را نادیده بگیری تلخی ها مدام تکرار میشوند و شادی را از ما فراری میدهند. فضای بسیار بزرگی هستش، به خاطر اینکه دوستانمون در جلسه قبل قسمت‌هایی از کتاب الکلی های بزرگ رو خوندن، الکلی گمنام رو خوندن که به کتاب بزرگ هم مشهور هستش، که تو اون قسمت وقتی که دوستمون در کلاس قدم قرائت میکردن اشارتی شده بود که ما به خودمون بلاف میزنیم، یعنی به خودمون دروغ میگوییم. و من بعد از اینکه دوستمون خوانششون تموم شد اشارتی داشتم بر این امر که ما آدمیان 1001 اشتباه میکنیم و به 1001 اشتباه میکنیم و به 1002 قدرت فکر تمامی اونها رو توجیه میکنیم. ما اینجا در قدم ششم که در جلسه قبل در کلاس قدم با عنوان قدم خودنگری از اون نام بردیم، باید به فضایی وارد بشیم تا بتونیم واقعیت آن چیزی که در اندیشه ما هستن رو راجبش صحبت کنیم. 4 گانه‌ای که خانم ملودی بیتی در زمانی که کلاس قدم خودشون رو در شهر تولسا ایالت اوکلاهاما برگزار می‌کردن، به 4 گانه نوشتاری در تراز ششم اونها رو اطلاق کردن به 4 بخش. بخش اول نوشتن کاستی‌های شخصیتی، بخش دوم نوشتن دارایی‌های شخصیتی، بخش سوم نوشتن باورهای ناسواب و بخش چهارم نوشتن الگوهای رفتاری ناسواب. به خاطر همین من کتابی رو انتخاب کردم که اشاره میکنه به اون چیزهایی که ما هیچ موقع به خودمون نمیگوییم، اون جایی که ما سعی میکنیم حتی با خودمون هم صداقت نداشته باشیم. موسم قدم ششم به معنای بنیان روحانی موسم تمایل هستش. بنابراین ما در حال حاضر در این لحظه اکنون چه در کلاس قدم به صورت زنده الان تشریف دارن خانم ها و آقایون و یاران جان، و یا چه در شبکه‌های مختلف اجتماعی فایل ضبط شده ویدیو و صدا رو بیننده و شنونده هستن، از خودم و شما دعوت میکنم در این لحظه اکنون با خودمون راحت باشیم، با خودمون بسیار صادق باشیم، تمایل داشته باشیم، لایه‌هایی از این پوست پیازی که هرگز باز نکردیم رو اینجا باز بکنیم. من وام میگیرم از کتاب سایت رو مالک بشو و این قسمت رو برای شما قرائت میکنم از کتاب که قسمت بسیار بزرگی هستش. اشاره میکنه به اینکه ما سایه‌ای درون خودمون داریم که این سایه برای ما تولید دردسر میکنه. در قسمتی از کتاب اومده هر یک از شما برای خودتان مسائلی دارید که دوست ندارید سایر افراد از وجود آن درون آگاهی شما آگاه باشند، رازهایی که اگر برملا شوند چیزی جز رسوایی به همراه نخواهند داشت. و آن قسمت‌هایی از وجودتان که تمایل ندارید دیگران آنها را ببینند سایه میگویند. من یک پرانتز انجمنی باز میکنم و میخوام توی این پرانتز بگم پرانتز باز، چه بسا که ما توی قدم 4 روی کاغذ نوشتیم اون رازهایی که قسمتی از سایه اندیشه ما هستن و چه بسا اونها رو به خودمون و به شخص دیگر و نیروی برتر در قدم 5 اونها رو بازگو کرده باشیم و به اونها معترف شدیم. ولی داخل همین پرانتز میخوام از خودم بپرسم سام، آیا واقعاً
در قدم ششم توی چهارگانه‌ای که ملودی بیتی به تو یاد داد و تو با یاران جان به اشتراک گذاشتی، آیا واقعا صداقت بر روی کاغذ جاری کردی که کاستی‌های شخصیتی، دارایی‌های شخصیتی، باورهای ناسواب و الگوهای اشتباه خودت را جاری کرده باشی؟ پرانتز بسته. در ادامه الکس رابرت جانسون در کتاب نوشته عاقبت کسانی که سایه خود را دیدند و به عبارت بهتر مالک آن شدند این است که با خیالی آسوده به زندگی ادامه می‌دهند. سایه به این راحتی سریع و کشف نمی‌شود و از چشم پنهان می‌ماند. رابرت الکس جانسون در کتاب سایت را مالک شو Owning Your Own Shadow دوستان اشاره می‌کنه به اینکه خیلی از ماها سعی می‌کنیم که به خودمون نشون ندیم اون رفتارهای ناسواب. ما سعی میکنیم که مسئولیت به عهده نگیریم و سعی میکنیم که فرافکنی بکنیم آن چیزی که در اندیشه ما هستش به عنوان اشتباه، بگیم تقصیر دوست پسرم بود، تقصیر دوست دخترم بود، تقصیر مادرم بود، تقصیر حکومت بود، تقصیر جامعه بود و این فضاییه که فضای بهبودی برای ما ایجاد نمیکنه. توی کتاب Owning Your Shadow قسمت‌های فوق‌العاده‌ای رو من برای شما گلچین کردم، از روی دست‌نوشته‌های خودم میخونم. اولین قسمت Birth of the Shadow، به دنیا آمدن سایه هستش درون ما. اونجایی که ما دوستان گرامی زیر سقف انجمن هموابستگان گمنام نشسته ایم. پس من گمنامی خودم رو میشکنم و میخوام اینجا بگم که من بسیار مواقع متفاوتی بوده که به جای اینکه مسئولیت پذیر باشم فرافکنی کردم و گفتم تقصیر دیگرانه. و بعد میخوام سوالی رو از خودم بپرسم در مقابل شما. میخوام بگم سام، آیا این سایه‌ای که درون تو وجود داره همان افرادی نیستن که تو از اونها تمام طول مدت عمرت فرار کردی؟ مثل خانواده، مثل جامعه، مثل مدرسه، مثل اون معلمی که دوست نداشتی؟ و بعد سوالی دردناک از خودم میخوام بپرسم که به خودم قدرت بدم که تمایل پیدا کنم توی قدم ششم روی کاغذ برم و مواردی رو درج بکنم. حالا میخوام از خودم بپرسم سام، آیا حاضر هستی که این سایه‌ای که خودت برای خودت تولید کردی رو دیگه درون خودت نگه نداری و توی قدم ششم اینها رو روی کاغذ بیاری؟ نکته دوم گفته بذارید که باشد، آن یک دین نیست. ببینید به عنوان دین اشاره کرده آقای رابرت الکس جانسون توی کتابش، به خاطر اینکه ایشون یک خدا باور مسیحی هستش و دین خط قرمزشه. حالا برای افراد خط قرمز هست یا نیست، ما توی انجمنی هستیم که ما رو مبرمی داره که از مواردی مثل مذهب بخوایم استفاده کنیم، ولی چیزی که مهم هست این هستش که ما باید در اندیشه خودمون روشنبینی رو ایجاد بکنیم که از سایه خودمون نترسیم. مثلا نگیم اگه ما راجع به سایه حرف بزنیم انگار که علیه یک دین بلند شده ایم و کفر داریم میگوییم. بلند شیم و بتونیم در فضای بهبودی که هستیم که دیگه تنها هم نیستیم، با شجاعت، صداقت، تمایل، روشنبینی، شرافت، تمایل با تمام بنیانهای روحانی 12 گانه‌ای که داریم خط قرمزها رو بشکنیم و انسان که گفت حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو. این دیوانگی البته به معنای عاقل شدن هستش در شعر رومی. عاقل بشم و درک بکنم که آن چیزهایی که در اندیشه من سایه‌ای بوده از جامعه، خانواده، مدرسه، حکومت، هر چیزی که به من اومده به عنوان یک کهن الگو وارد شده و باعث شده که من باورهای ناصحیح داشته باشم که از پس اون الگوهای رفتاری اشتباهی داشته باشم. پس کاستی‌های شخصیتی دارم که همه این سه تا جلوی چهارمی که دارایی‌های شخصیتی آورده در قدم ششم هست رو میگیره، به اونها واقف بشم و به مواجهه بلند بشم علیه سایه درونم. سومین قسمتی که از توی کتاب براتون درآوردم میگه Our Inner Genius، میگه ما نابغه درونی داریم که اگر فقط به او گوش فرا بدیم، نابغه درون ما برای ما فضای بهبودی رو باز میکنه. خانم ها، آقایان، دوستان گرامی، من این نابغه درون رو چنانچه با من و ما همراه بشین در قدم 11 به شما کمک میکنم که از راه دعا و مراقبه به اون
نابغه درون وصل بشین. در حکمت عامه بهش میگن وجدان، در یوگا بهش میگن معلم درون، در مدیتیشن بهش میگن معلم درون، و ما میریم به سمتی که معلم درون خودمون رو ببینیم و سعی میکنیم که رفتارهایی و تصمیماتی اخلاق محور برخلاف سایه خودمون بگیریم. سایه‌ای که همیشه به تو میگفت نه تو دختر بدی هستی چون مامانت همیشه بهت میگفت بدی، نه تو پسر بدی هستی چون پدرت یا مدرسات همیشه به تو میگفت پسر بدی هستی. القای حس گناه تو چند نفر از ما الان تو این جلسه هستش؟ از دوستانی که در حال حاضر توی جلسه هستن با من، ناظر به بحث سایه و القای گناه که یه قسمت بزرگی از گناه و شرم، قسمت بزرگی از سایه درون اندیشه ماست، میخوام خواهش کنم به صورت خصوصی در صفحه چت برای من بنویسن. دوستان نازنین، چند نفر از من و ما سایه ما بخش اعظمش احساس القا شده گناه و شرمی هستش که توسط خانواده، توسط مدرسه، توسط اجتماع به ما وارد شده؟ اینجا فضای قدم ششم هستش دوستان نازنین. من اسم نمیارم، دوستان اگر توی صفحه چت بنویسن و احساسشون رو هم به اون حس گناه و شرم به صورت خصوصی در صفحه چت برای من بنویسن، من بدون قرائت کردن نام مبارکشون برای حفظ گمنامی میخونم که آری دارم و اگر دارم چه احساسی نسبت به اون گناه و شرم دارم که القا شده توسط جامعه به عنوان سایه در اون اندیشه من. چهارمین قسمتی که رابرت الکس جانسون میگه فرافکنی هستش. خیلی از ماها تمام طول عمرمون فرافکنی کردیم و گفتیم ما سایه نداریم و بعد سایه خودمون رو به دیگران فرافکنی کردیم. بهش میگن پروجکشن به زبان انگلیسی. پروجکت کردیم رو دیگران، فرافکنی کردیم رو دیگران. به طور مثال رابرت الکس جانسون دوستان ناظر به قدم ششم به قسمت کاستی های شخصی هستش. رابرت الکس جانسون میگه مثلا ما از یه نفر بدمون میاد چون اون بی‌ادب هستش، ولی وقتی که به سایه درون خودمون نگاه میکنیم متوجه میشیم که ما یک بی‌ادب درون داریم. مثلا میبینیم یه نفر طرز لباس پوشیدنش با شرایط عرف جامعه خیلی فرق میکنه، ما از اون بدمون میاد. بعد وقتی که به خودمون خودنگری میکنیم، خاصه در قدم ششم، متوجه میشیم که خودمون هم دوست داریم اونجوری لباس بپوشیم. یا یه کسی رو نگاه میکنیم که مذهبی هستش و از اون بدمون میاد، ولی وقتی که به سایه خودمون نگاه میکنیم ما خودمون آدم مذهبی هستیم و بعد اون شخص مذهبی رو میگیم اون بده، اون شخصی که لباس اوریان میپوشه میگیم بده، اون کسی که بی‌ادبه میگه بده. رابرت الکس جانسون در قسمت فرافکنی در کتاب سایه‌ات را مالک شو میگه اگر از کسی بدتون میاد شما اون بدی رو درون خودتون به عنوان سایه خودتون دارین. پس با مالک شدن سایه من دیگه از اون آدم بی‌ادب، اون آدم مذهبی، اون آدمی که اوریان لباس میپوشه، اون آدم بی‌دین، اون آدم هر چیزی دیگه بدم نمیاد. من سعی میکنم که سایه درون خودم رو شناسایی بکنم. ما تو انجمن‌های 12 قدمی یاد میگیریم که به دیگران اتهام نزنیم، سعی در کنترل کردن و تغییر دیگران نداشته باشیم و سعی کنیم که خودمون رو تغییر بدیم. رابرت الکس جانسون توی کتاب Owning Your Own Shadow یا سایه‌ات را مالک شو همچنین اشاره میکنه وقتی که شما از دیگری تعریف و تمجید میکنین، چه آقای باسوادیه، چه خانم فاخر و باسوادیه، چقدر این انسان متشخص هستش. میگه وقتی که شما دیگران رو معمولا حتی بیشتر از اونی که لیاقت دارن بهشون بها میدین و معمولا بیشتر از اون چیزی که حد و اندازه اونها هستش اونها رو بزرگ میپنداری، بخشی از سایه شما بزرگی در هم نهفته‌ای هستش که شما از خودتون دریغ کردین. یعنی شما شخصی با شخصیت هستین ولی خودتون رو با شخصیت نمیپندارید، پس به دیگری افتخار و برچسب و نشان و لوح با شخصیت بودن و با سواد بودن میدین. من و شما آدم‌های اندیشمندی هستیم ولی چون در سایه خودمون رو اندیشمند، آگاه، خردمند، تحصیل کرده، متمدد نمیپنداریم، پس سعی میکنیم یک سلبریتی رو پیدا کنیم که حتی در حد و اندازه‌ای نیست که به اون اطلاق کنیم آدم والا مقامی هستش، ولی بهش این مقام رو میدیم. قسمت‌های متفاوتی داره، من نمیخوام وارد بشم به قسمت‌های تخصصی کتاب، ولی آن چیزی که میخوام اینجا اشاره بکنم، بهترین چیزی که از کتاب سایه‌ات را مالک شو اثر رابرت الکس جانسون میشه یاد گرفت
این هستش که ما زایش سایه خودمون رو، اون قسمت تاریک اندیشه خودمون رو شناسایی بکنیم از با یک عینک قدم ششمی، و بعد یاد بگیریم که اون رو میتونیم ازش گذر کنیم. لازم نیستش که به او پایدار باشیم. اون دین و آیین و مذهب ما نیست که شرمی که پدر و مادر، خانواده، اجتماع دادن به ما رو به عنوان سایه درون خودمون، یا خویش کمپنداری که خودمون نسبت به خودمون داریم، یا اون تنفراتی که نسبت به خودمون داریم، یا اون کوچک بینی هایی که نسبت به خودمون داریم، اون لازم نیست تا ابد درون خودمون نگه داریم. همچنین چون همش درون خودمون داریم صحبت میکنیم، لازمه بدونیم که ما یک نابغه درون داریم که با توسل به اون و با اتصال به اون کودک درون، ما در همین کلاس‌های قدمی که داریم راجع به کودک درون صحبت خواهیم کرد. میتونیم را به کودک درون و خردمند درون گوش فرا بدیم و سعی کنیم فرافکنی نکنیم. و بعد من از خودم و شما ناظر به قدم ششم و ناظر به کتاب سایه‌ات را مالک شو میخوام دعوت کنم دفعه بعد اگر از یه نفر بدمون اومد، ببینیم چه چیزی در من هست که من از دیگری بدم میاد. دفعه دیگه که خواستیم به یه نفر زیاده تر از حدی که لیاقتش رو داره بها بدیم، تو چقدر خوبی، تو چقدر دختر خوبی هستی، تو چقدر پسر خوبی هستی، تو چقدر زن خوب، شوهر خوبی هستی، تو چقدر کارفرمای خوبی هستی، تو چقدر سلبریتی خوبی هستی، تو چقدر راهنمای خوبی هستی. قبل از اینکه بخوایم به یه نفر زیادی بها بدیم، بیشتر از اینی که اون ارزش داره، درنگ بکنیم و با خودمون بگیم ما چه چیزی درون خودمون داریم که اون رو کوچک شمرده ایم. یعنی نگفتیم که سام تو خردمند هستی، تو اخلاق مدار هستی، تو انسان محترمی هستی، و به جای اون اومدیم به دیگری بها دادیم بیشتر از اونی که اونها لیاقتش رو داشته باشن. بنابراین در سایه ما فقط بدی نیست نسبت به دیگران، کینه نیست، رشک نیست، خشم نیست، حسد نیست. درون سایه ما خود کمبینی هایی هست که حالا که توی قدم ششم هستیم، ناظر به قدم ششم خودمون که قدم خودنگری هستش، ما خودنگری میکنیم و به سانی که ملودی بیتی به ما یاد داده، ما توی قدم ششم با شجاعت، با صداقت، با روشنبینی و با تمایل که بنیان روحانی قدم ششم هست، چهارگانه کاستی های شخصیتی، دارایی های شخصیتی، باورهای ناسواب و الگوهایی که اشتباه هستند و تولید خسارت برای ما و دیگران میکنن رو روی کاغذ میاریم تا اینکه کم کم به قدم هفتم برسیم و توی قدم هفتم از نیروی برتر درخواست کنیم که اونها رو از ما بزداین. من برای دوستانی که تمایل دارن این کتاب رو بخونن مجددا عرض میکنم این کتاب به زبان پارسی ترجمه شده و کتاب فوق‌العاده‌ای اگر تمایل داشتیم به مطالعه بگیریم، شاید قدرتی رو بده که بتونیم از فضایی که قبلا بهش وارد نمی‌شدیم خارج بشیم. این فضایی که گفت آن کس که بداند و بخواهد که بداند، خود را به بلندای سعادت برساند. اگر تمایل داشته باشم که بدونم و بخواهم که بدونم، به بلندای سعادت میرسم. و در نهایت گفت آن کس که نداند که نداند، در جهل مرکب ابدالدهر بماند. که شعر از مولا احمد نراقی هستش، توی کتاب معراج السعادت نوشته. این شعر فوق‌العاده است. میگه اون کسی که نمیدونه، نمیخواهد هم بدونه، تا ابدالدهر در جهل مرکب میمونه. جهل مرکب موقعیت فکری که شخص نمیدونه که نمیدونه. آیا قدم 6 برای سام قدمی هست که بخواد بدونه و بخواهد که به سمتی بره که تمامی قسمت‌های مختلفی که در اندیشه او شامل سایه رو شناسایی بکنه، بر روی کاغذ بیاره تا بتونه به فضای بهبودی و خرسندی برسه؟ و اینجا دوستان گرامی، چیزی که همه من و شما به اون سانی که یونگ در کتاب‌های خودش بهش اشاره کرده و حالا نویسنده‌های زیادی دوستان از کار گوستاو یونگ وام گرفتن. یکی از اونها که توی ایران خیلی محبوبه دبی موره که شما هم میشناسینش، با کتاب نیمه تاریک وجود که خیلی از شما کتابش رو خوندین و من هم کتابش رو ترجمه خلاصه کردم، توی پادکست کتاب اکسپرس تو گروه تلگرامی ما هم هستش. سوال در اینجا که ما قدم هفتم رو پشت سر میذاریم این هستش. اسم کتاب برای دوستانی که پرسیدن سایه‌ات را مالک شو، به زبان فارسی ترجمه شده، نویسنده‌اش رابرت الکس جانسون هستش. سوال این هستش که من این سوال رو شما رو با این سوال تنها میذارم.
آیا من و شما آمادگی این رو داریم تا سایه‌مون رو مالک بشیم؟ سایه‌ای که باعث میشه ما از دیگران بدمون بیاد وقتی اون بدی‌ها رو درون خودمون داریم. سایه‌ای که درون ماست باعث میشه ما مجیز دیگران رو بخونیم، در صورتی که اون دارایی‌های شخصیتی رو که به دیگران نسبت میدیم مجیزشون رو میخونیم، خودمون توی زندگیمون داریم. و این سوال رو شما رو با این سوال تنها میذارم. خانم ها آقایان، اینجا پایان کارکرد تمرینات و سوالات قدم 7 بود. در پایان این جلسه تمایل دارم از سه عزیز تشکر بکنم. اولین کسی که ازش تشکر میکنم مهربانو سادات هست. شماره تماس ایشون رو یک بار دیگه در صفحه گفتگو میذارم. مهربانو سادات معلم زندگی لایف کوچ هستن. موضوع سخنرانی که در این کلاس عرضه کردن در زمینه خودآگاهی بود. کلام فاخری جاری کردن که از ایشون کمال تشکر و امتنان رو داریم. از دوست عزیزمون حمید تمایل دارم تشکر بکنم. میزبان جلسات ما هستن، خدمتگزاری هستن دوستان نازنین. حمید جان که با وجودی که در صحنه نیستن و شما نمیبینینشون، خیلی وقت میذاره، خیلی زحمت میکشه و ما خیلی وامدار حمید هستیم. و همچنین میخوام تشکر بکنم از یار نازنینمون که به هیچ عنوان این کلاس قدم بدون ایشون میسر نمیشد. از مهربانو آرزو میخوام تشکر بکنم. رهبر ما هستن در گروه واتساپی ما. البته کلمه رهبر به معنایی نیست که بالا نشستن، خدمتگزار هستن، مطالب بسیار فاخری رو با ما به اشتراک میذارن. دوستان نازنین منتظر نشین هر یک شنبه به این کلاس قدم ساعت 9:30 بامداد شامگاه هم برگردیم به وقت ایران. تمام طول هفته مطالب بسیار فاخری توسط عزیزان ما در گروه‌های اطلاع رسانی به اشتراک گذاشته میشه. از همینجا درود بیکران میفرستم به دوستانی که توی تلگرام به صورت زنده با ما همراه بودن توی این جلسه. این دومین باره که به جلسه پخش مستقیم میشه. به همه یاران نازنینمون در اپلیکیشن کست باکس درود میفرستم. یاران جان، قریب به 16,000 ساعت تا حالا این کلاس قدم شنیده شده. سپاسگزار هستیم از حمایت شما. امیدواریم که توی جلسات که حمید جان تو صفحه گفتگو گذاشتم شرکت کنیم و شما رو ببینیم. یاران جان، انجمن‌های 12 قدمی انجمن‌های عملگرایانه هستند. این برنامه فقط برای کسانی کار می‌کند که برنامه را کار می‌کنند. من سام هستم، هم وابسته خرسند. از فرصت خدمتی که به من دادید سپاسگزار هستم. در اسلاید بعدی یک موسیقی رو به مدت 4 دقیقه ما گوش می‌کنیم و بعد از اون جلسه رو می‌بندیم. یاران جان، تا دیدار دیگر شما را بدرود می‌گویم و به خرد می‌سپارم. درود بیکران بر شما.